سلام عرض میکنم به یکایی که شما تماشابینان عزیز و گرامی ما. خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. برنامه‌ای که ما درباره فردای تاجیکستان صحبت میکنیم. برای گلگل شکیفی فردای تاجیکستان مشورت میکنیم. برنامه‌ای که اینجا بحث ها برای پیشرفت تاجیکستان میشود. شوکت محمد با شما هستم و امیدوارم که در برنامه امروزه ما خیلی فعال خواهیم بود. و یکی از نشانه های فعال بودن این است که حالا شما تماشابینان عزیز، آنهایی که وارد برنامه میشوید، آنهایی که به تماشا کردن برنامه ما میپردازید، خواهش میکنم سر اول تگمه معقول شد، یعنی تگمه لایک را، تگمه پسند را پخش کنید و کسانی که اولین بار به کانال یوتیوبی ما وارد شده اید، خواهش میکنم به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید که پشیمان نخواهید شد. حالا تماشابینان عزیز، شروع میکنیم به برنامه امروزه. موضوع امروزه ما برد باخت‌های تاجیکستان در نشست سازمان همکاری شانگهای است که طول این هفته تا آخر هفته در شهر دوشنبه برگزار شد و ریاست سازمان همکاری شانگهای را تاجیکستان داشت. یعنی امسال رئیسی سازمان همکاری شانگهای به عهده تاجیکستان بود و چنانه که کارشناسان هم گفتند، چنانه که دیدیم، مشاهده کردیم، یکی از مشکل ترین نشست های سازمان همکاری شانگهای این نشستی انامین دوشنبه بود و در عرفه این نشست در افغانستان، کشور همسایه، دیگرگونی ها به میان آمد. چیزی که چشم داشتش را منطقه نداشت، چشم داشتش را جامعه بین المللی داشت به میان آمد و آنهایی که گمان میکردند بعد از 2 ماه یا 3 ماه طالبان به سر قدرت می آیند، یک و یک باره طالبان در طول یک هفته 10 روز به سر قدرت آمدند، تمام افغانستان را حالا زیر تصرف خود درآوردند و نگرانی های جامعه بین المللی این است که حالا در افغانستان یک حاکمیتی به میان آمده ایستاده است و در افغانستان، کشور همسایه ما که حالا به دست طالبان فرآمده است، آنجا تشکیل حکومت همه شمول صرف نظر شده ایستاده است و این را تمام دنیا گفته ایستاده است و منطقه را هم این حالت نگران کرده است و از گفتمان‌های زیادی که در نشست سازمان همکاری شانگهای شده گذشت، به نظر میرسد بیشتر مسئله همین افغانستان بود. اما چیزی دیگر هم ناگفته نماند که بعضی از مسئله های هم بود که واقعا بردی تاجیکستان بود. مثلا گیریم تاجیکستان بعد از یک چند سالهای یخ شدن مناسبت های دوستانه با کشور همزبان و همدین جمهوری اسلامی ایران، یک باره پیوندی ها، به هم آمدن ها، خوب شدن مناسبت هایش را به تماشا گذاشت در معرض آن. و یکی دیگر از بردهای تاجیکستان، اگر این را برد گفته شود، این بود که تاجیکستان جمهوری اسلامی پاکستان را به آن وادار کرد که گفت و شنیدی بین طالبان و دیگر اقوام، بین طالبان و جبهه مقاومت و همچنین دیگر اقلیت ها، گفت و شنیدشان در تاجیکستان شود و آنها را به طالبان را با گفت و شنید با قوم و ملت های دیگری افغانستان وادار کنند و این گفت و شنید باید در تاجیکستان شود که میسازد گفت که یک اقدام بهترین است، یک اقدام خوب است اگر تاجیکستان از عهده این برآید و این هم شود که مثلا اگر طالبان این را پذیرد که با جبهه مقاومت
بسری مذاکره می نشیند. این نشانگری آن است که جبهه مقاومت را یک قوه و قدرت شناخته است. پیش حالا چی خلاصه می بیایند نمی بیایند، تا این هم باشد همین خودی بسری میز مذاکره شناندن طالبان با نمایندگان جبهه مقاومت نشانگری آن است که طالبان راضی شده است با جبهه مقاومت مذاکره کند. این هم شناخت طالبان از جبهه مقاومت میشه، همچون یک قدرت و همچون یک طرح مذاکره. برای همین هم این از بردهای تاجیکستان بود. لیکن به اندیشه ما تاجیکستان چی باید داد؟ چی را باخت تاجیکستان؟ پیش از همه خیلی مشکل است گفتنش، لیکن باید واقعیت گفته شود. واقعیت را باید گفت که تاجیکستان در نشست سازمان همکاری شانگهای هرچند میزبانش بود، هرچند ریاست سازمان همکاری نشست سازمان همکاری شانگهای در عهدهش بود، خیلی باخت‌های زیاد داشت. به گفته بعضی از دوستان سیاستشناس و تحلیلگران پروفسیونال ما، اگر یک تحلیل فولکلوری کنیم هم گفته می شود که تاجیکستان در این نشست سازمان همکاری شانگهای نهایت تمسخر شد، نهایت به یک ورطه خنده‌خریش دچار شد و از همه تأسف آورش هم این است که دانسته نمی شود که این را حکومت تاجیکستان درک کرد یا نه. ببینید، از همه مهمش به نشست سازمان همکاری شانگهای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نآمد، پرزیدنت چین سی جین پینگ نآمد، سروزیر هندوستان مودی نآمدند. سه ابرقدرت اساسی که عضو سازمان همکاری شانگهای هستند نآمدند، به نشست سازمان همکاری شانگهای نآمدند و به طور آنلاینی شرکت کردند و همین نآمدن آنها علیه این یک سیگنال بود که آنقدر هیبتی که امام علی رحمان از این نشست سازمان همکاری شانگهای میخواست بسازد، این هیبت به میان نآمد و بسیاری از گفته های ولادیمیر پوتین در نشست ویرتوالی، در اشتراک ویرتوالی این نشست به دل امام علی رحمان نبود. مثلا یکی از اگر ضدیت های سرسختانه به حکومت طالبان اگر امام علی رحمان کرده ایستاده باشد، ولادیمیر پوتین آشکارا گفت که با آنها باید گفت و شنید شود، فرصت داده شود. در اینجا کشوری همسایه دیوار به دیوارش ازبکستان نیست، این گپ را تکرار کرد، گفت که با طالبان کمک کرده شود و با طالبان گفت و شنید شود و اینها چه خیلی آمدند. رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف به نشست سازمان همکاری شانگهای آمد. پیش از آمدنش 1300 تن به طالبان، به حکومت افغانستان، به حکومت طالبان یاری بشردوستانه گسیل کرد. بعد به تاجیکستان آمد، به تاجیکستانی که به این مسئله ها ضدیت سرسختانه دارد. و از قرقیزستان صادر جبارف آمد به نشست سازمان همکاری شانگهای. پیش از آن که به نشست سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان وارد شود، 2 شهروند تاجیکستان را که از داخل تاجیکستان دزدیده برده بود به حبس ابد محکوم کرد. یعنی تحفه به امام علی رحمان، با تحفه خودش در آمد و در نشست سازمان همکاری شانگهای طلب کرد که عضوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که نشستش هم در
همیشه بروس‌ها شده گذشت و عضو سازمان همکاری شانگهای و عموما همپیمان‌ها باید به یک قرار بیایند که هم از همپیمان‌ها یکش به کشور دیگرش هجوم کردن ندارد و کسی که هجوم کرد باید جوابگر باشد. با این پیشنهادش صادر جباروف خواست که به امام علی رحمان تذکر دهد که حالا این وارد شدنهایش به قرغیزستان جوابگری دارد و اکنون این قرار که اگر قبول شد چی می شود؟ آیسته آیسته قرغیزستان میده گفتی ایرانی ها یواش یواش زده در آمدن میگیرد مبادا زوری کردید این به ما زوری کرد گفته و کشوری ما زوری کرده در آمد میگویند بعد به جوابگری میکشن به جوابگری بین المللی یا که داخلی پیمانی. و در اینجا هم امام علی رحمان را در نشست به کنجک گویا که راست کردند. همه دوستانی که اهل عضوی سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی و هم سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان با تحفه ها و با سورپریز های خود آمدند اشتراک کردند و اینجا در یک مطلب تحلیلیش رهبری گروهی رسانه های آزادگان ظفر صوفی گفت که آمدند و خوردند و خندیدند و با 3 دقیقه نقطه مانده و گفت که رفتند. اکنون 3 نقطه اش را می شود آمدند و خوردند و خندیدند و رفتند می شود چند و 3 نقطه ماندگی اش را می شود چند حقارت های دیگر تفسیر کرد یا که به جایش حقارت های دیگر ماند. اما همین طور هم شد قریب. برای همین تماشابینان عزیز حالا ببینید تاجیکستان با حکومت پاکستان به این موافقه رسیدند که آنها طالبان را وادار به این میکنند که در تاجیکستان در شهر دوشنبه مذاکره طالبان با دیگر قوم و ملت ها افغانستان در تاجیکستان میگذرد در شهر دوشنبه به این نتیجه رسیدند. اما من فکر میکنم این فکر اندیشه خودم است من فکر میکنم که پیش از آن که این گپ را امام علی رحمان درباره طالبان گپ زند و آنها را درباره آنها یگان تصمیم بگیرد حتما ریزوگیت طالبان را گرفته است در این باره بعد گپ زده ایستاده است. برای چی این طور میگم؟ برای آن که چیزی که امام علی رحمان از طالبان طلب کرده ایستاده است خودش این را ندارد. از طالبان طلب کرده ایستاده است که حکومت همه شمول بسازند، یعنی در حکومت طالبان از همه قوم و ملت ها نمایندگان اقلیت ها وجود داشته باشند. همین چیز در تاجیکستان وجود ندارد. مثلا گریم در تاجیکستان طبق معلومات 120 ملت زندگی میکنند در تاجیکستان. در پارلمان تاجیکستان چند ملت وجود دارد؟ طبیعی است که یگان ازبک یافت می شود یا نمی شود، یگان قرغیز یافت می شود یا نمی شود، یا یگان روس یافت می شود یا نمی شود در پارلمان تاجیکستان. در چیزهای خودادارکنی محلی، در مجلس های خلق ولایت، خلق ناحیه و هکذا ها میبینیم که خیلی کم است. مثلا اگر ببینید من نتیجه انتخابات سال 2015 و سال 2020 رو نیافتم، تنها به من دسترس شد یافتم سال 2010 رو. خیر نسبتا همین خیلی است، همه یک خیلی است در تاجیکستان. که ببینید در ولایت مختار کوهستانی بدخشان همون سال 2010 61 وکیل بوده است، 58 تاجیک، 3 قرغیز. حتی مثلا گریم حالا نگرانی آن هستیم که در طالبان زنها حقوق قائل نیستند، در حکومت شریک کردنی نیستند و هکذا. همین چیز در تاجیکستان هم حتی تا حدی که امام علی رحمان
کواتی پرزیدنتی برای زنها دارد و حتما یک کس رئیس شدگی باشد معاونش رو زن میماند و هکذا ها. لیکن از جهت آن که مثلا گریم وقتی میبینیم که مناسبت به زنها و انکشاف زنها، پیشرفت زنها و اشتراک زنها در حکومت چه اندازه است، میبینیم که از یک حصه مردها هم نیست. مثلا از 61 وکیل ولایت مختار کوهستانی بدخشان در سال 2010 تنها 19 تا زن بوده است. در شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستانی بدخشان همین سال 248 وکیل بوده است. از 248 وکیل 222 تاش تاجیک، 26 تاش قرغیز، از 248 نفر همگی 43 زن وجود دارد و خلاص 203 کسش مردها هستند. همگی 43 تا زن در تمام ولایت مختار کوهستانی بدخشان. ببینید در ولایت سوخت 70 وکیل 63 تاش تاجیک است. از 70 وکیل 63 تا تاجیک، فقط 7 تاش ازبک. اکنون ببینید در ناحیه اجتماع تقریبا 38% ازبک است. این را میدونم که در خود ناحیه بابوجان غفورов هم ازبک ها خیلی زیاد هستند. در شهرستان قریب 40-50% ازبک ها هستند. در استرافشان نیست همین خیل. و در اکثریت ناحیه های ولایت سوخت قریب 30-40 در بعض جایها قریب 50% رو ازبک ها تشکیل میدهند. اما همگی در ولایت سوخت 7 ازبک بوده است. این نشانگری آن است که خود امام علی رحمان همه شمولی ندارد، همه شمولی رو رعایت نمیکند و این خواهش رو هم ندارد و این خواهش رو ما هم نداریم. آشکار کرده گوییم اگر همین ما تاجیک ها هم این خواهش رو نداریم که مثلا گیم همین همه شمولی مثلا گیم از در تاجیکستان مثلا گیم وابسته به مثلا گیم از در ناحیه اش 40% وکیلان ازبک ها باشند. همین خواهش رو خودی مردم هم ندارد شاید. یا که در ولایت ختلان از 67 دپوتات در ولایت ختلان از 67 دپوتات 66 تا تاجیک، 1 تا ازبک بوده است. 67 تا وکیل در ولایت ختلان در سال 2010 66 تا تاجیک، 1 تا ازبک. از 67 تا دپوتات 12 تا زن. در شهر و ناحیه های ولایت سوخت ببینید 680 تا دپوتات، از 680 تا دپوتات 551 تاش تاجیک است. 551 تاش تاجیک است. فهمیدید؟ همین طور رفتن گیرد در خود شهر دوشنبه از 70 دپوتات، از 70 وکیل مجلس 69 تا تاجیک، 1 تا ازبک. در شهر دوشنبه که روس‌ها خیلی زیاد بودن، حالا هم هستند. یگان تا روس وجود ندارد، یگان وکیل روس وجود ندارد. از 70 وکیل شهر دوشنبه 69 تاش تاجیک، 1 تاش ازبک. یک تا جای دادن راضی شدند و خلاص. اکنون در رایون ها در ناحیه های شهر دوشنبه 149 وکیل در سال 2010 145 تاش تاجیک، فقط 3 تاش ازبک. همگی در سال 2010 از 2765 وکیل همگی 2451 نفر تاجیک، 2451 نفرش تاجیک
و همگی در تمام تاجیکستان 314 نفر از دیگر اقلیت ها، تقریبا 12%. 12%. حالا ببینید همون همتی طالبانی که گفتن در حالا پیش از جنگ و جدال ها، پیش از آن که به پنجشیر وارد شوند، گفتن که از 12 نفر عضو شورا ما به 2 نفر جای میدهیم طالبان. از همون همت هم همت امام علی رحمان پستر است. بعد از اون که جبهه مقاومت گفتن که نه ما تا 9 سپتامبر میریم کابل رو میگیریم، بعد همین 2 جای هم از بین رفت. بعد از اون که از جانب طالبان وقتی که به 2 نفر جای دادن قائل شدن، وقتی که به جای گفت شنید کردن و مذاکره کردن، جبهه مقاومت گفت که نه ما جنگ میکنیم میریم کابل رو میگیریم، زده میگیریم تا 9 سپتامبر، همین 2 جای هم از بین رفت و به دعوت جنگ به میان اومد و پیش از طالبان به داخل پنجشیر در آمدن این خیلی واهمه ها وجود داشت که اونجا کس ناگذر است، حتی اتحاد شوروی در آمدن نتوانسته ایستاده بود و حتی آمریکا اونجا را تصرف کرده نتوانسته بود و هاکذاهای دیگر. لیکن بعد از آن که این گونه سر و صداها از جانب جبهه مقاومت صدا داد، در 2 روز پنجشیر آمین ترین ساعت خاطر جمعیت شد، یعنی سقوط کرد. حالا اونی که پیش از در آمدن طالبان، اون وزنی که پیش از در آمدن طالبان به پنجشیر آبروی عزت و هیبتی که جبهه مقاومت داشت، حالا در حالت مغلوبیت قرار دارد، این رو ندارد. این هم یک طرفی مسئله است. لیکن این است که اگر ما قیاس کنیم، حالا همون 2 جایی که از 12 نفر عضو شورای حکومت یا که هیئت شورا، 2 نفری که قائل شده بودن، همت خودی همین امام علی رحمان، شاید همین عمران خان هم از امام علی رحمان بدتر باشد وضعیتش، همتش برای همه شمول کردن حکومتش. در پارلمان تاجیکستان بغیر از احزاب کیسگی دیگر حزب وجود ندارد. اگر مثلا گریم امام علی رحمان، حالا ما خوشگمانی کنیم گوییم که بسیار کار خوب میکند و به مذاکره دعوت میکند و به سری میز مذاکره میشیناند، این بسیار یک اقدام خوب است. شخصا من خودم هم پیش از این چیها وقتی که سفارت تاجیکستان بسته شود، در سفارت تاجیکستان رفته تظاهرات باید برپا کرد، باید عمران خان سروزیر پاکستان به تاجیکستان نبیاید، این طلب باید کرده شود و هاکذا میگفتم. من میگفتم که این گپا گفته نشود، باید امام علی رحمان با اشتراک کشورها یک میز مذاکره برپا کند در دوشنبه، ابتکار این را داشته باشد و طالبان را دعوت کند، جبهه مقاومت را دعوت کند و دیگر نمایندگان منطقه ها را دعوت کند و در تاجیکستان میز مذاکره برپا کند، چون که این قرض گردن امام علی رحمان است برای آنکه جمهوری اسلامی افغانستان در وقت مذاکره صلح به ما این کار را کرده بودند. یعنی میز مذاکره کرده بودند و به سری میز مذاکره ما طرفها را، مخالفین و خود نمایندگان حکومت را شینانده مذاکره کننده بودند و این حالا به این حالت آمده است افغانستان. این قرض گردن تاجیکستان است، قرض گردن امام علی رحمان همچون رهبر تاجیکستان است و باید این کار کرده بشود. بسیار اقدام خوب است. اما من اینجا باز این وضعیت ها را وقتی میبینیم، وضعیت خودی امام علی رحمان را میبینیم، خودی مناسبت امام علی رحمان با مردم خودش را میبینیم، دانسته میشود که همت طالبان از امام علی رحمان بالاتر است و دانسته میشود که امام علی رحمان اینجا وقتی که از طالبان در حالت مذاکره طلب کرد که باید شما حکومت همه شمول سازید، جانب طالبان به امام علی رحمان چی میگوید؟ یک بار حکومت همه شمول خودت را نشان ده که ببینیم، نمیگوید، میگوید. بعد امام علی رحمان چی را نشان میده؟
همین حزب‌های کیسگیش و همین پارلمان ساختگیش و طالبان میگه که همین رنگی که تو میسازی ما هم میسازیم. حالا ببینید حالا یک کمی منطقه سرکشتر تاجیکان ما مردم شرفمند پنجشیر هستند و یک قسمی از هر جاها و عموما طالبان در زیر تصرف طالبان تمام منطقه های افغانستان است. طبیعی است که حالا طالبان میتواند از همه منطقه ها آدم های خودش را یابد، برد هیئت شورا تشکیل کند و بگوید من از همه منطقه ها آدم هستند، من هیئت شورا را تشکیل کردم که همه شمول است، از همه منطقه ها وجود دارد. حتی از داخل پنجشیر هم کدام طالبانی را برده مونده من از پنجشیر نماینده من تاجیک گفتن میتواند و این را عمران خان هم میداند و این را خودی امام علی رحمان هم میدانند و در همین حالت برای چی من گفتم که شاید روزگی طالبان را امام علی رحمان گرفته باشد و بعد این گپ ها را گفته ایستاده باشد با عمران خان این یعنی تشکیل میز مذاکره را مصلحت کرده باشند و به امضا رسانده باشند این قرارداد را. یعنی علاقه هر دوشون هم میدونن که چگونه برای افغانستان حکومتی همه شمول میسازند و در اینجا ریزاگی هم روسیه گرفته شده است، هم هندوستان گرفته شده است، هم خیتای گرفته شده است، همه جا ریزاگیش گرفته شده است. این امام علی رحمانی خیلی نیست که یک شخصی باشد که گپش از روسیه بالاتر باشد، از چین بالاتر باشد، از هندوستان بالاتر، از پاکستان بالاتر باشد و گفته امام علی رحمان شود. در اینجا ریزاگی همه گرفته شده است و همین طور هم میسازند یک حکومت طالبانی همه شمول. یعنی از همه منطقه ها طالبان را میبرند در همینجا میسازند، حکومت طالبانی میشود و این نتیجه چی میشود؟ در افغانستان نوریزگی باقی میماند، ناراضگی باقی میماند. من فکر نمی کنم که از این طرز ساخت حکومتی همه شمولی دروغین مردم شرفمند پنجشیر راضی شوند، جبهه مقاومت راضی شود. فکر نمی کنم. برای همین در افغانستان نگرانی این است که همه حالا از پی منفعت های خودشان هستند، منفعت های خودشان رو در افغانستان حساب کتاب کرده ایستادند و تاجیکستان میخواهد به کشورهای همسایه ایران و افغانستان و ایران و پاکستان و هندوستان و اینها افغانستان را همچون یک کشور ترانزیتی استفاده کند و بیشتر تجارت های خودش را پیاده کند. این خوب است و اصلا نگاه کنید اگر همه از پی منفعت های خودش باشد، برای حکومت دیکتاتوری امام علی رحمان هیچ یگان برتریت ندارد که مردم پنجشیر در حکومت هستند یا نیستند. اگر این در اولویت سیاست حکومت تاجیکستان می بود تا آمدن طالبان و این چیز خیلی بالای این چیز خیلی کار میکرد. هیچ کار نکرد برای تقویت یافتن مردم تاجیک در افغانستان. حکومت تاجیکستان خیلی خنک نظری کرده است، خیلی بی‌اعتباری کرده است، دائم از پی منفعتش بوده است. اکنون که بیچاره شده رفتند و در بیچاره شوی آنها دست خود امام علی رحمان هم هست، اکنون دست میزند به آن. من باور نمیکنم شاید تمام تاجیک ها این جهان، تمام تاجیکستانی ها مرا ملامت کنند، لیکن من به امام علی رحمان یک ذره باور ندارم که این کار را میکند. امام علی رحمان از پی منفعت هایش است و کوشش میکند که در افغانستان هر چیز زودتر، هر چیز تیزتر نو به سامانه بس شود و دولنهای شمس الله صاحب و دامادهایش به پاکستان و به ایران و به کشورهای دور توسط افغانستان بدون هیچ به امنیتی رفته به ملال بیایند، بدون هیچ خرخشه در راه ترسیدن و ترس و هراس ها رفته بیایند. همین قدر چیز را امام علی رحمان میخواهد و میخواهد که هر چی تیزتر. حالا ببینید
پیشتر کس هزار پاکستان نرخ قوه برقی که از تاجیکستان نیتی خریدن داشت 9.5 سنتی نرخ کرده بود، حالا 3 سنتی طلب دارد. حالا شاید از اینم دست بکشد، چون که با پاکستان پیشنهادهای دیگر شده ایستاده است و امام علی رحمان میخواهد که هر چیز زودتر هر چیز تیزتر پاکستان هوش یادش به دیگر خان نشده، هر چیز زودتر و هر چیز تیزتر کس هزار را پیاده کند که کس هزار توسط افغانستان است و به پاکستان و به افغانستان برق بفروشد و در فکر این است که به این حالت ها به امام علی رحمان چی خلل میرسوند؟ ناتنجی، ناامنی در افغانستان. طالبان است، دیگرش هست، کسی باشد نباشد امنیت ترانزیتی رو به امام علی رحمان تامین کرده تواند شد. حالا بعضی ها میگویند که خیر امنیت ترانزیتی شد، مال کالای تاجیکستان صادرات شد به کشورهای پاکستان و هندوستان و ایران و هاکذاها توسط افغانستان و مگر همین بد است؟ بد نیست، خوب است اگر برای منفعت ملت باشد و تمام ملت به این دست یابند و تمام ملت تماماً هر یک تاجری که میخواهد با کشور ایران با پاکستان همسایه داد و گرفت کند، مناسبات تجارتی داشته باشد، آزاد باشند، این خوب است، اما ملت این را ندارد. چند نفر به شمار داریم که با افغانستان تجارت دارند، این هم باشد مربوط عائله رئیس جمهور است. برای همین تماشابینان عزیز، از اونه که امام علی رحمان گفت که با پاکستان قرارداد بستند که در تاجیکستان میز مذاکره برپا میکنند، تقریبا نتیجهش این خواهد شد به فکر بنده، شاید من خطا کنم، اما حالا فکر شما را دانستم میخوام تماشابینان عزیز. هر یک شما میتوانید به برنامه وارد شوید، هر یک شما میتوانید توسط واتساپ زنگ بزنید و فکر اندیشه های خودتان را گویید، یا اینکه لینکی که در پایین نوار گذاشته شده است میتوانید توسط آن وارد شده فکر اندیشه های خودتان را ابراز کنید. حالا من فکرهایم را گفتم، حالا میخواهم فکر شما را هم بدانیم و شما فکرتان را ابراز کنید و با همین کاری کنیم که نفرانی که تصمیم گیر هستند به گفته های مردم گوش بدهند و آینده چی تصمیمی میگیرند و مردم از آنها چی چشمداری های هست توسط همین برنامه ها دانسته می شود. حکومت عاقل، حکومتی که پیشرفت کشور را میخواهد، بیشتر به نظر مردم اهمیت میدهد. حالا ببینید بعضی از سیاست شناسان ما، بعضی از سیاستدان و سیاست شناسان و کارشناسان ما میبرند میگویند که همین چند نفر ابراز نظر میکنید که شما پروفسیونال نیستید، کسبتان سیاست شناسی نیست، شما را چی مانده است به این کار، به کار خودتان آواره شوید نمیشود. من میگم که شما خطا میکنید. برای چی؟ برای اینکه وظیفه شما همین است که از همین گونه برنامه ها، از همین گونه نظرهایی که در شبکه‌های اجتماعی میشود، نظر مردم را بدونید، فضا را بسنجید که فضا در چه حالت است و این گونه تحلیل کنید که مردم تصوراتش این است از سازمان همکاری، از نشست سازمان همکاری شانگهای و از آمدن مهمانان و از کریدور کشورهای همسایه، فکر و اندیشه مردم این است. اما طبق تحلیل علمی، طبق تحلیل پروفسیونالی این گونه است و نظر مردم این است. باید شما نظر مردم رو مانیتورینگ کنید. وقتی که شما نظر مردم رو حتی خواندن نمیخواهید، نظر مردم رو شنیدن نمیخواهید و میخواهید که فقط پروفسیونال ها گپ زنند، بین پروفسیونال ها و بین مردم شما فاصله ایجاد میکنید، شلاگباون میپرتوید و بین شما که بین مردم فاصله میماند، شما مردم را درک کرده نمیتوانید، مردم شما را. و همین گونه فضا در تاجیکستان وجود دارد. یعنی حتی فکر و نظر را هم شما میخواهید انحصار کنید که همین کارتان نهایت نادرست است و همین کارتان شاید فاصله زیاد بین
حکومت و بین مردم ایجاد کند. وقتی که فاصله بین حکومت و بین مردم ایجاد شد، این به چی برده میرساند؟ به آن برده میرساند که نه شما مردم را درک کنید، نه مردم شما را درک کنند. حالا یک نفر به برنامه وارد شدند، بدون آنکه ایشان را منتظر کنیم به ایشان سخن میدیم. حالا عبدالله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و برادران، البته که خیلی که شما ذکر کردید برادر، من با سخنهای شما راضی هستم و هم فکر هستیم. البته که پیش از سکوت طالبان من در برنامه حق و باطل گفته گذاشته بودم که همین طور می شود، برای آنکه وقتی که انتونی بلینکن اومد با رئیس پرزیدنت ازبکستان واخوری کرد، با چند دیگر پرزیدنت های دیگر مملکت ها هم واخوری کرد، این آن را نشان میداد که روز می آید همین جنگی که در افغانستان است این تمام می شود، خاتمه می شود و آنها خواستند که همین لشکرهای خودشان را در منطقه در آسیای میانه جابجا کنند. لیکن از حسابی که قرغیزستان خواست چگونه که پیش همون بعضی امریکا در قرغیزستان بود، کمی حاکمی نوی قرغیزستان همین چیز رو خواستنی بود که یک همون معمایی که در بین قرغیزستان و تاجیکستان روی داد، این هم سببی که روسیه نخواست که لشکری امریکا در وارد آسیای میانه جایگیر شود. این یک چیز بود من اون وقت گفته گذاشته بودم. لیکن بعد اینه که وقتی که بین طالبان و تاجیکان پرنشیر این جنگ روی داد، البته که در اینجا هم روسیه میخواست که یراق خود را فروشد، لیکن مسعود را فرانسه و غیر مملکت ها که دستگیر میکردن اونها نمیتونستن که یراق وارد کنند داخل پنجشیر. در اینجا تاجیکستان استفاده بردن، حتی که پرزیدنت تاجیکستان این چی میگه یک فکری چیمن است که پرزیدنت تاجیکستان با فرانسه آمد، بعدین البته مبلغا که پرداخت شد، روسیه چیکار کرد؟ تاجیکستان را همچنین استفاده برد که از داخل تاجیکستان یراقی روسیه به پنجشیر داخل شود. این یک طرف. دوم طرف، بعد که معماها که حل شد، دید که پنجشیر شکست خورد، امروز تاجیکستان در یک حالت ناگوار قرار دارد. برای آنکه ما میبینیم که حتی که پرزیدنت ازبکستان، پرزیدنت قرغیزستان، حتی که همون چی رئیس چین و حتی که هندوستان، ایران، همه میخواهند که یک صلح باشد در اونجا، در اون منطقه. همه میخواهند که حتی که چی نماینده چین گفت که ما میخواهیم که سودا خوب باشد. حتی که پرزیدنت قزاقستان نگاه کنن که عیاری او پرزیدنت نگاه کنن که بگذار میگه در قزاقستان یک چی میگه یک ساختاری برپا شود که در اونجا کمک‌ها برای افغانستان جمع شود. همشان این را میخوانند، لیکن یگانه نفری که آغاز کرد تنقید طالبان کرد این باز رئیس جمهوری تاجیکستان بود. حالا که همه این چیز را میخواه، حتی که بعضی نفرایی که برادرای تاجیک، برای بسیارتر برادرای تاجیک که میگن که شما دشمن تاجیکا هستین. نه، ما دشمن تاجیکا نیستیم، بلکه شما گرد و اطراف را نگاه کنین که دیگر دولت ها چه خیلی عیار هستند، لیکن ما این چیز را نگاه نمی کنیم. ما باید که عیار باشیم، همون ما تاجیکا باید که عیار باشیم. ما یکم نفر باید میشودیم که با همین طالبان مذاکره میکردیم، با همین برادران پنجشیری مذاکره میکردیم، با اونها کمک میدادیم، با اونها جای میدادیم، لیکن این عملها رو نکردیم. ما فقط ما داد زدیم، گرفتیم هر چیزهای دروغ پهن کردیم، حتی که بدبینی بین مردم پهن کردیم و دیگر یگان چیزی که فایده‌ناک برای مردم پنجشیر چی نکردیم، یگان چیز فایده‌ناک نآوردیم. حالا ببینید برادر عزیز، وقتی که تاجیکستان با طالبان همکاری میکرد، نه ازبکستان با طالبان همکاری داشت، نه قرغیزستان با طالبان همکاری داشت، ترکمنستان یگان تی اینها با طالبان یگان گرم همکاری نداشتن، تاجیکستان داشت. تاجیکستان مجروحان طالبان رو می آورد، تبابت میکرد، پول روسیه را
توسط تاجیکستان به طالبان میدادند، کمک های روسیه را به طالبان و بسیاری کارها توسط تاجیکستان حل میشد. و امروز من به این باور ندارم که امام علی رحمان و تیمش ضد طالبانی باشند. اگر اینا ضد طالبانی می بودند برای جبهه مقاومت خیلی کارهایی کرده میتونستند. البته یک چیز حالا من همین مسئله یک فکرم با آخر رسانم برادر، همین مسئله تا بیچاره شدنی جبهه مقاومت تماشاگر نمی بودند و حتما کاری رو میکردند. اما اینجا ببینید چرا تاجیکستان امروز به این حال افتاده؟ برای آنکه کشورهای منطقه، روسیه، هندوستان، پاکستان، حتی چین حتی میخواهند که یک بازیچه داشته باشند که همچون فشنگ برای راضی کردن به منفعت‌های خودشان به طالبان استفاده کنند. و این فشنگ همون هیاهوی انمین حالا کی است؟ امام علی رحمان است. یعنی اینها نشان داده میخواهند که یک قسم مردم در افغانستان گویا راضی نباشد و باید همه شمول شود و هاکذاها. این یک اسپکتاکل های خودشان است و به همین یعنی یک اکتیور در کار است که همین رول رو، همین نقش رو بازی کند و این اکتیور حالا امام علی رحمان است. البته یک چیزی که است که باید که شما خیلی که ذکر کردین برادر، پیش از این معماها با طالبان رابطه بود، تاجیکستان رابطه داشت. چی سبب شد که همون رابطه را کند؟ همون سبب شد که بعدی که طالبان کلی 70-80% دولت از آن خود کرد، اکنون یگانه منطقه ما منطقه تاجیکی، همون تاجیک نشین بود. با اونها کرغیز ها رابطه میکردن کمی غلط میشد، یا که ازبک ها رابطه میکردن کمی غلط میشد. از برای همین تاجیکستان که صاحب استقلال نیست بلکه یک بازیچه است در دست روسیه. مثال گفت که شما سیاست مدار شما میدانید که اویله رحمانوف و خودی تاجیکستان دولتی صاحب اختیار نیست. در این مسئله گرفتن تاجیکستان گفتن رحمانوف اکنون او رابطه ای که بود با طالبان این را میکنی، با پنشیر علاقه میکنی، هر معمایی که هست یا که هر مذاکره که هست با تاجیکان پنشیر ما با تو این مسئله را حل میکنیم. هر تا که لاوروف اون دفعه گفتم که لاوروف گفت که هر مسئله هست بین این تاجیکستان و افغانستان است، به اون چیز ما دخالت نمیکنیم. البته ما دخالت نمیکنیم. برادر عبدالله همینجا شمس‌الله رو شنویم به این فکر هر دوی ما میگفتن باشن، به این اندیشه هر دوی ما. شمس‌الله بفرمایید. سلام علیکم. فکر ما همیه که یگانه چیزی که ما زیدی همون طالبای مسلم برای چی زبانی ما را در افغانستان حلش کردن. مثلا زبانی دولتی بودن، زبانی فارسی گرفتن، زبانی پشتویش کردن. حکومت اشرف غنی و حامد کرزی عوض کرده بود. خیلی نه اخی مثلا بعضی تلویزیون رو با فارسی گپ میزدن، چیز میکن، چی با حوزی با پشتویی گپ میزنن، چی با عربی نه با پشتونی گپ میزنن. کدومی که طالبو مسلمانان چی با پشتونی شو میکنن، چیز هم ایسا پشتونی کن، دانشگاه را پشتونی کردن. تو چی مثال تو اومدن او را بده که جایی که با فارسی درس میکنن حالا فرض کردیم. ببینید برادر عزیز، من به این ایراد شما طرفدار هستم. نگاه کنید، فرض کردیم ما سمرقند بخارا رو تلاش کردیم و رفتیم ازبکستان رو گرفتیم. نه من هم میگم که ما بریم بگیریم مجرا. ببینید این نیست کردن ما میریم در ازبکستان با ازبکی با تاجیکی گام میزنیم یا با ازبکی؟ اکه شاوخه نگاه کنید. ببینید برادر مجرا ما در وقت شهدست دادگی مسئله من هست که من شخصا خودم تلاشم این نیست، در همین چیز محدود نمیشود. برای چی؟ نگاه کنید برادر عزیز، چرا آنها با پشتویی گپ میزدند؟ چرا ما همین سوال رو تا طالبان به سر قدرت اومدن به اشرف غنی ندادیم، به حمید کرزی ندادیم؟ در همین جایی که ما زندگی میکنیم چندین خواهر و برادران افغان الکی
از همین حکومت طالبان گریزه شده آمده‌اند. با دو زبان صحبت میکنن، هم پشتویی رو بلد هستن، هم افغانی رو بلد هستن و همین تلاشی که حاضر ما داریم که این تاجیک این خیل کرد برای چی پشتویی این خیل کرد، همین فکر در سرشون نیست. در خود افغان ها والا ما اینجا هیاهو برداشته شدیم، همین فکر در سر خودشون نیست و خیلی تاثیر میکند و خیلی بد است و خیلی دردناک است که چندین سال حکومت که زبان دولتی از زبان تاجیکی بود حالا آمده از زبان پشتویی شده است و حتی مثلا گریم حالا چنانه که امام علی رحمان گفت 46% افغان ها 46% افغانستان تاجیکان هستند. حالا عمران خان آمد در خود تاجیکستان گفت که نه 75% پشتویی ها هستند، همگی 25% در افغانستان زندگی میکنند و خلاص. نه فقط 25% نگفت که تاجیکان زندگی میکنند، من خطا کردم اینجا، 25% دیگر اقلیت ها زندگی میکنند، یعنی تاجیکان در داخل همه 25% هستند. این رو بدید فرض کردیم اگر همون 46% امام علی رحمان گفته ایستادگی تاجیکان هم باشن از 50% کم هستند. همون 46% که امام علی رحمان گفت اگر ما قبول کنیم از 50% کم هستند. اما اینجا ببینید اگر ما فرض کردیم همه خاموش باشیم به اینه که در افغانستان زبان پشتویی حاکم شده و به زبان تاجیکی هیچ اعتنایی نیست، هیچ اعتباری نیست و به این خاموشی رو ما به خاموشی راه دیم، البته می شود که اونها خیلی حالا به داخل 25% اقلیت ها وارد کردن، شاید از داخل 25% اقلیت ها مورد 5% گویند، 10% گویند، 12% گویند، خیلی تعدادمان رو کم کنند و از روی همین حساب حکومت همه شمول رو سازند. یعنی مثلا گریم 10 کس در حکومت همه شمول باشد برای یک نفر تاجیک ها حق دهند، برای خیلی صدا داشتن در کار است، آواز داشتن در کار است و در مکالمه های سیاسی خیلی زیرک بودن در کار است و در گفت و شنیدها خیلی تلاش کردن لازم است و خودی همین حکومت تاجیکستان در رهبریت امام علی رحمان به این چیز قرضدار هستند، وظیفه دار هستند که برای تلاش کردنی سهم تاجیک ها در حکومت افغانستان خیلی کارهایی کرده باشند که به این بی‌اعتنایی شده ایستاده است، به این کم اهمیتی شده ایستاده است. این چیز مونده شدگی بسیار مسئله های منفیت ها در اینجا مسئله گذاری کرده شده ایستاده است. اگر مسئله تاجیک ها می بود، مسئله قوم ها می بود و دیگر خودی تاجیکیت برای حکومت تاجیکستان مهم می بود، تا این بیچاره شدن جبهه مقاومت و دست طالبان افتادن پنجشیر که امام علی رحمان گوشش رو به کاری انداخته نمیشید. حالا آیت الله وارد شدن، بعد از آیت الله واتساپ رو قبول میکنیم، واتساپ هم زنگ زده شدن. آیت الله بفرمایید برادر عزیز. صدایتون نیست آیت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. ساز تنجه امیدوارم که خوب باشه. من اکای شوقتم خیلی گوش دارم چند قجر موضوع خیلی پیگیری میکنم. چی به یک بار شما از انا بردهای محترم جناب عالی گپ نمیزنین؟ از اونه که پاکستان به زانو شینانده مجبورش کرد که تا اینکه انا اعتراف هم که نکنه که با طالبان همدسته، اما چیکار کنه همین پشتوها را مجبور به مکالمه بکنه. یک بردی بهترین جناب عالی است که همچو یک تاجیک، همچو یک انسانی که در تاریخ همانند نیست، هم خیلی انسان شما اول معرفی نمیکنین، در حالتی که همتون روز علکه میدونین که این کاری که جناب عالی کرد یگان نفر کردگی نبود. بسیار خوب. یا که درست است. بسیار خوب. حالا عبدالله یگان چی گفته نیست این گفته های آیت الله یا من گپ بزنم؟ برادر آیت الله اگر که نگاه کن، اگر که رحمانوف اگر میکرد زیرک می بود رحمانوف، همون وقتی که طالبان آمدن کابل گرفتن،
در همونجا یکم نفره که میشد میرفت چی میگن علاقه داشت با طالبان میرفت با طالبان صحبت میکرد در پنشهر این قدر تاجیک نمیمرد همخنه. لیکن این قدر برای چی من سوال میتونم برای چی رئیس جمهوری تاجیکستان فرانسه آمد؟ سبب آمدنش چی بود؟ من میدانم که فرانسه طرفداری احمد بود، همون احمدی مسعود بود. من این را میدانم. فهمیدی؟ همون یهودی که در نزد احمد صورت گرفتگی است، صورتاش در دست من است، او یهودی در چند منطقه های مسلمان ها رفته که مسلمان ها را یراق داده، مسلمان ها را کشتگی انسان است. چند صورت در نزدم دارم. میفهمی؟ لیکن همین برای که مردم تاجیک کشته نشود، همین رحمانوف میتونید 100 نفر 1000 نفر مردم گرفته که همون افغانستان رفته، همون را هیچ کی نمیکش. لیکن بعد که بس برادر نگاه کن، وقتی که همه کارا تمام شد، همون تاجیکا را کشتن، بیخانه کردن، دیگر کردن، مثال گپ، بعد میگه که بیاین یا مذاکره کنیم چی کنیم. این بعدی خانه سوخت دیگه، پژانی که اومدنش چی در کوره. حالا ببینید برادر برادر عزیز آیت الله، حالا درباره بردها گفتید. من برنامه رو با بردهای تاجیکستان در نشست سازمان همکاری شانگهای آغاز کردم. با بردهایی که تاجیکستان داشت در نشست سازمان همکاری شانگهای. اول بردها رو گفتم، بعد باختها رو. برد داشتیم ما البته، اما درباره پاکستان رو به زانو نشاند. چگونه به زانو نشاند؟ تصورات شما چگونه است؟ اما این رو هم بگویم که پاکستان تاجیکستان را به همون زیاییانش، چند روزنامه نگارانش که میخواستند که پاکستان سفارتش بسته شود، میگفتند که سروزیر پاکستان به تاجیکستان نبیاید، به پاکستان نوت داده شود و هکذا سفیر تاجیکستان در پاکستان بازخوان کرده شود و هکذاها. سروزیر پاکستان نه تنها خودش آمد، 70 تاجرش رو گرفته آمد، گفت که من اینجا کار میکنم. 70 تاجر، نه فقط خودش آمد، 70 تاجرش رو گرفته آمد. 70 نفر آمد، خودش تنها نآمد. حالا که یک خودش تنها آمدنش رو نمیخواستیم. ما دعوت ما در شبکه های اجتماعی این بود که یک خودش آمدنش رو، خواهشش رو نداشتیم. تا بعضی از وکیلان پارلمان تاجیکستان هم این خواهش رو داشتن. مثلا گریم سید جعفر عثمان زاده، او به خواهش خودش گپ نمیزند. این رو خودتون هم میدونید، حتما فرموده شده که او گپ زدگی. مثلا گریم از نام حزب خلق دموکراتی، حزب رئیس جمهور نیو، از نام یک حزب مخالف این گونه صداها داد که این هم با مسئولیت و با مشورت میشود و او صدا داد. این گونه صداها وجود داشت. اکنون ببینید، او نه خودش تنها آمد، بلکه اینجا آمد، نه فقط در نشست سازمان همکاری شانگهای اشتراک کرد، حتی جداگانه سیمپوزیوم برگزار کرد در تاجیکستان. جداگانه سیمپوزیوم برگزار کرد. و چیزی دیگر این است که وقتی که ما میگفتیم که پاکستان این خیل کرده شود، با پاکستان این خیل گفته شود و پاکستان را به جوابگری بین المللی داده شود و هکذاها، برعکس با پاکستان پیشنهاد کرد امام علی رحمان که باید میانجیگری کنیم، در تاجیکستان مذاکره برپا کنیم. و این یعنی پاکستان را، این نشانگری چی است؟ از نظر سیاسی نگاه کنیم، این نشانگری آن است که این شناختن پاکستان در مسائل افغانستان یک بازیگر سیاسی اساسی. یعنی تاجیکستان با همین اینه که پاکستان را گفت که بیا اینجا ما میانجیگری کنیم، در تاجیکستان میزی مذاکره برپا شود. با دیگه که چرا با دیگه کشورها، با چین یا که با روسیه نیرو با پاکستان این گونه پیشنهاد شد؟ برای آنکه تاجیکستان پاکستان را همچون یک بازیگری سیاسی اساسی در مسائل افغانستان شناختن پاکستان در مسائل افغانستان همچون یک بازیگری سیاسی اساسی است. برای همین شنونده نمیگویند. اولا یک زنگ از وقت بکنیم. برادر عزیز شرافالدین گدایی، خوش آمدید به برنامه.
من سوال شما را جواب دیم بعد یک از واتساپ قبول کنیم. موضوع پرش واقعی موضوع برای پرش نه. مالش بازار صبر کنید خواهش میکنم. یک زنگ از واتساپ قبول کنیم. ما صحبت کردیم یک باری نفری که از واتساپ زنگ زده است همه ما رو الکا یک بار گوش کرد. الو لبای نفری که از واتساپ زنگ زدید بفرمایید. هستن ایشان؟ السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. بلندتر گپ زنید خواهش میکنم. الله. گوش میکنیم شما رو. بفرمایید. خواهش میکنم شما صدایتان را خوب کنید و یگان جایی که موج خوب است، علاقه اینترنتی خوب است، با آنجا روید و از آنجا زنگ زنید. حتما ما زنگ شما را قبول میکنیم. حالا آیت الله بفرمایید، بعد از آن شرافالدین گدایف گپ بزنن ان شاء الله. آیت الله چند گفتنی داشتید؟ بله من اول با برادر عبدالله بعدا به شما جواب میدیم. برادر عبدالله گفتن که چی با زمانی که انا پیش از هجوم طالبان به پنشیر همی کار نکرد، نرفت جنوب عالی داخل افغانستان و همی صلح بکنه. یکمش که تاجیکستان دولت سه حساب میخوره، از نگاه سیاسی از نگاه دیپلماتی این حقوق نداره که برای در بین انا پشتوها و در بین پنشیریا بدرویا چیکار کنه، انا دخالت کنه. اما همچون یک دولت، همچون یک بگیم تاجیک، همچون یک مسلمان، همچون یک نفری که دیلش بر تاجیکان میسوزه، موقع خودش از همون اول بیان کرد، از همون اول پافشاری کرد که باید که به پنشیر هجوم کرده نشود، به پنشیر هجوم محکوم کرد، باید که یک حکومت همه شمول تأسیس داده شود، باید که تاجیک ها، هزاره ها و دیگرها در اون حکومت آینده افغانستان برابر حقوق باشند. این از اول و تا امروز دست نکشید. برادر شوکت، او چیزی که شما گفته که انا پاکستان آمد و نفرایی که در اینترنت ها برآمدن، از اون جمله برادر سید جعفر عثمان رو گفتید، کسی گفته من ندیدم ویدیوش یا اینکه برآمد یا اینکه اظهارات من ندیدم، نه که گفتید که گویا که نمیخواستن پاکستان بیاید بلکه با 70 تاجرش اومد. شما فراموش نکنین که پاکستان عضوی همین نشستی که بود، عضوی همین نشست است و در اینجا به یک خواست تاجیکستان نمیشه که یک عضوی این نشست از این نشست محروم کرد. یک خوب شما میدونید و جناب عالی هم که باشه، محترم پیشوای ملت همین کار گرفت به یک صحبت سیاسی، نه اینکه به مانند بعضی از گروه های اکستریمیستی به مانند عبیدالله سعیدوف که گفت که برای در پیش پاکستان شما بیرق بردارین و در پیش پاکستان تظاهرات کنین، در پیش سروزیر. ویدیوش هست دیدین. یک بگیم دشمن ساختن تاجیکستان برای پاکستان بود، این کاری که مخالفین میخواستن. اما محترم پیشوای ملت و یک بگیم نگاه سیاسی همین کار گرفت حل کرد. اگرچه میدونه که همین پاکستان دست داره در اون حمله هایی که در پنشیر میشود، اما چیکار کرد؟ یک کار کرد که بین نه تاجیکستان دشمنی پاکستان نشان داد و نه پنشیر کنار گذاشت به خاطر منفعت های خودش، بلکه هم از پشت پنشیر دفاع کرد. خب تشکر برادر. حالا نفری که از واتساپ زنگ زده شدید خواهش میکنم در علاقه بمانید، ما به شما نوبت میدیم. حالا شرافالدین گدایف بفرمایید. سلام برادر شفقت جان، سلام به بینندگان شما. البته در این نشست میتونست که خوب این نشست رو استفاده برد، اما در این نشست میز گرد وابسته به افغانستان الهیده تاسیس نیافت و وابسته با مسئله افغانستان و سه صحبت کرده نشد و از جمله به امکانیت داده نشد که نماینده های قومی تاجیک که در تاجیکستان قرار داشتند
و آنها در نشست راه میافتند و اونا خودشان موضوع رو مطرح میکردند و در اینجا اشتراک بی‌واسطه چگونه که به معلومات های وسایل اخبار عامه معلوم است به ما که شخص رسمی که بعد از حکومت پاش خوردن حکومت اشرف غنی که مسئولیت حکومت رو بر دوش دارد، امرالله صالح که در تاجیکستان قرار دارد، اون باید به نشست دعوت کرده میشد و به او امکانیت داده میشد که اون موقعی تاجیکان رو در این نشست بیان میکرد، نه همچون امام علی رحمان بلکه بیشتر به اونها امکانیت داده میشد. و خودی موقعی امام علی رحمان اگر یک پرزیدنت دیگر میشد، من فکر میکنم که 1000 مرتبه بهتر و خوبتر میتوانست جلب جامعه جهانی را در مورد حمایت از پنشر و از مردمی تاجیک که در افغانستان زندگی میکنند و اونها امکانیت حمایت رو بیشتر میتونید انجام بده. اما امام علی رحمان چند مشکلی دارد. یکی مشکلی این است که در آمدن طالبان بیشتر کمک کردگی است و کشورهای سیوم به مثل چین و روسیه و ایران و پاکستان و اینها که میخواستند که در شمال افغانستان طالبها نیرو و قوت بگیرد و تاجیکستان همچون یک وسیله و یک منطقه برای آنها کمک رساننده بود و حتی نظامیان طالب از پاکستان انتقال داده میشدند به تاجیکستان و آنها از مرز تاجیکستان به شمال افغانستان گذرانده میشد و این کمک ها و این همکاری ها در مورد مرز تاجیکستان و افغانستان خیلی بیشتر بود و اینجا متهمی امام علی رحمانوف هم در نزد پاکستان است و هم در نزد دیگر کشورها است و حالا هم که باشد این موقع هایی که حالا بیان شده ایستادند و این رو هم از یک نوع گیریم خود روسیه و دیگر کشورهای منطقه پیلا داده ایستادند که این موقع از جانب تاجیکستان بیشتر صدا بلند کند، چون همچون حمایت قومی معنی داد کرده شود، روی پوش کرده شود، ولی در اصل گپ در پشت این همه خود روسیه و دیگر کشورها قرار دارند که آنها اصلا حمایت کرده ایستادند که تا اینکه در حکومت افغانستان یک حکومتی همه شمول به وجود بیاید یا اگر که با حکومت مطلق پشتوها میتواند در اونجا برنامه‌های دیگری عملی شود که برای آسیای میانه در آینده خطرها ایجاد کند. به این خاطر خود روسیه و دیگر کشورها هم در اینجا منفعت دارند که در حکومت آینده افغانستان تمام قومیت ها، تمام ملت ها در حکومتش شریک باشد. از طرف دیگر حکومت طالبان تا امروز حتی از جانب خود همین پاکستان که خودشان که یکی از لابی های حالا افغانستان است یا اگر گیریم که همچون وزیر کارهای خارجه طالبان را انجام میدهد و تمام داد و گریفت، تمام گفتشینات طریق پاکستان و قطر صورت گرفته ایستاده است و حتی همین ها خودشان حکومت فعلی طالبان رو نمیپذیرند، تا حاضر رسمی اعلان نکردند و این هم خودش هم نشان میدهد که طالبان در دوره نه چندان دور شکست میخورند، نیاز به یک گفتشنی دارند، نیاز به یک حکومت همه شمول دارند و اون پیشنهادی که از جانب خود امام علی رحمان صورت گرفت پیشنهاد خوب است که در تاجیکستان اینها عملی شوند، ولی تا کجا میتواند این عملی شود و تا کجا میتواند که این برای اون خونریزی ها کمک کند، حالا این یک گفتشنی، این یک میموراندوم در یک میموراندوم است و نمیتواند همچون یک سند یا همچون یک پیشروی در این را عنوان کرد. حالا ما گفته نمیتونیم که در این نشست ها به چی نتیجه رسیدن، چون تاجیکستان طالبان هم میدونن که تاجیکستان این حرفای خودش نیست، در پشت این حرفا دیگر قدرت ها ایستادن و دیگر قدرت ها این حرفا را از زبان رئیس جمهور تاجیکستان صدا میتهند، گرچند خودشان را
дигар хел ҷилва медиҳанд, чун дар омадани толибон онҳо худашон даст доштанд. онҳо дар омадани толибон кӯмак карданд ки толибон биёянд ба қудрат. بله حالا نفری که از واتساپ زنگ زده شدن میخوام فکرشان رو بشنویم. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شوکت جان، من در اساسا مسئله همین پاکستان افغانستان نه اونقدر کار دارم، برای اینکه ما وقتی که همون وقت دیگه دولت به کاردار میشویم که در دولت خود ما سطح بلند باشه. یکم همون یک بچه که لغب هست که فقط میتره گپ میزند جناب عالی جناب چی میگوید، همون یک بار سوال کرد که دموکراسی چیست. سطح تاجیکستان اروی کاریپسیا در جهان جای چندم میگیرد. بعد سطح تاجیکستان اروی اقتصادیات جای چندم میگیرد. بعد التماس سخنش که گپ دارد. من حاضر هستم آیت الله به شما سوال داشتم. من باوری دارم که خواب کن حاضر تو گپ زدی ما گوش کردیم. نه همکی آیت الله همه جا حضور دارند. میخواهید یا پس دهنت میکشوی ما گپ زنیم. خودشان سوالتان رو دید. تو نمیفهمی دموکراسی چی؟ نمیفهم که سطح تاجیکستان در جهان جای چندم اروی کروپسیا، سطح تاجیکستان اروی اقتصادیات در چندم جا است. فقط خودت کوش میکنی. منم میفارد که فقط در باره تاجیکستان گپای خوش دارم. لیکن وقتی که میبینی که یگان سطح ندارد تاجیکستان، در تاجیکستان یگان متخصصی درست نمیمونن کار کنن. همه متخصص ها برآمده تاجیکستان رفتن، هم سیاستمدارا برآمده رفتن، هم متخصص ها. در دولتی که متخصص نیست باید متخصص آزاد باید باشه که آزاد فکر کند، آزاد رفتار کند، همون وقت جمعیت پیش می رود. تو می برای کیم چی میگویی همین ملقی یگان گپ از معنا نداره. جناب عالی انتکار منم میفرد که جناب عالی رو تعریف کنم که یگان کار جناب عالی یگان کار نمیکند که با منفیت توتیکا باشد، با منفیت ملت من باشد. من اگویی من شهروند دیگه دولتم، لیکن ملتم توجیک است. برای ملتم دلم میسوزد، برای ملتم همه وقت در بین من توجیکای مهاجر کار میکنم. من میبینم که توجیکای مهاجر از روی سطح پست دولت ما در اینجا سطحشون پست است. او آدم بیچاره عیب نداره. تمام کردی سوالات جواب تی. دولتی که در همون زندگی میکنه سطح مردم هم خیلی پست کرده که بیچاره میگویند در دیگه دولت ها هم سطح پست داره. از روی اونکه در اون زمین الان برای سوادای خدازدگی همه جا ریده گشتیم. من دیگر شوکت جان گپ ندارم. تمام رحمت. سلامت باشید. اینجا خود آیت الله حضور دارن. دل آدم کدی گپ زدن هم نمیخواد. مایلش. آیت الله وقتی که برادر شفقت سالخوردگی این نفره که صحبت کردن سالخوردگیشان را به اینوبت گرفته خواهش میکنم مثل اون کس نیب یک آداب و اخلاق را رعایت کرده خواهش میکنم به گفته‌هایشان جواب دهید. بله شفقت جان، ما الحمدلله فرزندای ملت ما آداب و اخلاق داریم. ما هیچ وقت مثل بعضی از اعضای حزب نهضت به آداب و به اخلاقی که ویدیوهاشون در هر جا برآمد، دیگه شما فهمیدید منظور من کیها هستن از رهبریت حزب. کنایه رو در گفتار بیشتر زنها استفاده میکنن. شما کنایه همراه نکنید. مرد و نوار بدون هیچ کنایه زنانه مرد و نوار صحبت کنید. شما گفتنه شوکت جان که از نگاه وقتی که شما گپ میزنید بس شوکت جان شما بس شما تحقیق و پیغمبر خدا کردید. ویاتلو او سوالی اون مردک در جواب بده گپا کم که هم کنکریت در سوال جواب بده. مردک به شما یعنی ایراد گرفت. من حالا نوبت سخن کردن شما نیست.
لیکن وقتی که مراجعت اون مردک به شما بود، اون مردک از شما ایراد گرفت برای همین نو و سازا که حالا نوبت شما نیست و دیگه را باید سخن کنند، به شما نوبت داده شدم. بیاید بدون کنایه به سخنهای اون حضرت جواب دهید. کوتاه خب، من فقط منطقی به سوال جواب بده. خب من منطقی جواب میدم. شوخر ببین برادر، من تو میگی شما میگن که کنایه فقط زنها میگه، در حالی که من چند بس من سوال جواب تیم مخی بس در حالی که من این چند سوال دلیل نبود، سوالی اون پیغمبر مرده که جواب بده. محل شوخی سوال جواب میدیم، در حالی که چند دلیل میارم از پیغمبر خدا که آیت الله یک دم شاید وقت دیگر رو برای دزدیدن عقلت درآید. حالا علاج واقع پیش از وقوع حرف بزنید. السلام علیکم برادر عزیز شوقت جان، شرافالدین گدایف، عبدالله. اولا سلام خود را به تمام شهروندان تاجیکستان، به تمام کل تاجیکان میرسانم. در اینجا سیاست دوخورگی چارخورگی وجود دارد. چخیل که در عرفیت میگویند من درویه ها را حرمت میکنم زیرا که چار رویه ها پیدا شدند. در اینجا از اول در اینجا این خود طالبان رو در مسئله آدم جمع کنی پاکستان بود، در مسئله بوجوی خطای بود، در مسئله سلاح روسیه بود، در مسئله سوزشواری از طریق تاجیکستان بود. وقتی که این امام علی از تاجیکان پنجشیر پشتیبانی میکند، در این وقت این باید که پیشتر با طالبان همکاری نکرده، باید که با پنجشیر میرفت، همکاری با پنجشیر میکرد، اما افسوس که نکرد. این علکه معلوم است که این خواهیم و نخواهیم طالبان علکه دولتی شدن. برای باید که وقت بگذرد، در یک سال وقتی که وقت میگذرد به طور اتوماتیک علکه ازبکستان گفت که همچون دولت قبول میکنیم طالبان رو. این یک نشان راست برای تمام دنیا بود. علکه سال آینده به طور اتوماتیک همچون دولت افغانستان همین طالبان رو قبول میکنن، خواهید و نخواهید. از اینجا اکنون اینجا در اینجا نامش چی میگوید، این آیت الله هم مجبور است، باید که اگر نبراید از وزارت کارهای داخلی شپاتی میخورد. برای همین خاطر خواهیم و نخواهیم این چاپلوس ها هم مجبور هستند. خواهش میکنم با آیت الله وقت دیگران رو نگذارونیم. نمیگذارونیم. تمام. خواهیم و نخواهیم طالبان دولت اعلام کرده می شود در طول 2022. حاضر هم امام علی رحمان از طریق مرز یاردم کرده ایستاده است. تشکر. حالا من به برادر شرافالدین یک سوال دارم. پیش از آن کویبش گپ زنید. کویبش. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوزام هسته برادرو؟ بیمالال بفرمایید. اگر اجازت میدادیم من قطعا آیت الله 2 دقیقه گپ میزدم. اجازت باشه. آیت الله رو پایین فراوردیم تا اینکه انتظار باشد و وقت دیگران رو نگرفته وارد موضوع شده گپ زنی رو یاد گیرد، اما وقت پایین فراوردیم از استودیو بیرون شد خودش. خیر پناهتون به الله. اگر امام علی رحمان استعفا. زنده باشید. برادر شرافالدین، سوال من به شما این است که ببینید، حالا جانب تاجیکستان امام علی رهبریت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از طالبان این را طلب کرده ایستاده است که در حکومت طالبان یعنی امارت اسلامی افغانستان باید حکومت همشمول تشکیل شود. برای این دعوا را کردن یک رئیس جمهور باید این دعوا را داشته باشد که او در حکومت خودش این مسئله را رعایت کردگی باشد. خودش یک حکومت عائله شمول دارد.
چگونه خودش که حکومت اویل شمول دارد، نه فقط به یک ولایت، به یک ناحیه، به یک دهه و حتی حالا حکومت در حد محدوده یک اویل تنگ شده است. این میخیزد میگوید که افغانستان حکومت همه شمول تشکیل کند و با این طلب در تاجیکستان میخواهد میز مذاکره برپا کند. تا چه اندازه این طلباتش تاثیرگذار خواهد بود؟ من فکر شما رو دانستن میخواستم. ببینید وقتی که خودی امریکا برنامه با هم آوردن حکومت افغان ها و جنگجویان طالب را در قطر شروع کرد و اونها را گفت که در میز مدور بشینند و جنجال های خودشان را حل کنند. اگر ما مشکلی ما باشیم خارج میشویم، اما باید که حکومت به یک طور دموکراتی باقی بماند و این دستاوردهای 20 ساله باقی بماند و یک حکومتی با دید و نظری دو جانب صورت بگیرد. دیگر حکومت هایی که ضد نیروهای ناتو و ضد امریکا و اروپا بودند و اینها شروع کردند دخالت کردن در این مذاکرات. وقتی که آنها دخالت کردند وارد شدند و طالب ها را خودی شهرهای پایتخت های خودشان دعوت کردند و با طالبان نشستند. این خط اشتباه بزرگ بود که آنها را اعتباری سیاسی دادند. آنها را یک نیروی افراطگرا را که در کشورشان طبق قانونشان ممنوع است و ده ها هزاران انسان ها با جرمی اعضا بودند با این گروه ها در زندانهایشان محکمند، اما وزیرهای کارهای خارجهشان میآیند با راهبران این گروه می نشینند و آنها را در کشور خودشان دعوت میکنند، گسیل میکنند، میهمانداری میکنند، در صورتی که تمام عمل و کارد آنها ضد قانونهای خودشان بود، ضد قوانین خودشان بود و آن عمل کردی که امروز هم رئیس جمهوری تاجیکستان کرده ایستاده است. وقتی که میگوید که با تاجیکستان باید بیاید، پیش از آنی که آنها به تاجیکستان رسما سفر کنند باید که آنها از روی خط دادگاه عالی تاجیکستان آنها را از روی خط همچون گروه های تروریستی اکستریمیستی بیرون کند طبق قانون و قانونهای تاجیکستان. بعدا آنها میتوانند وارد تاجیکستان شوند و در دیگر صورت تنها بخشیدن مشروعیت سیاسی است. و امروز هم که طالب ها در یک حالت بسیار بد قرار دارند، این یک کمک هم مشروعیت سیاسی دادن، همچون یک جایگاه سیاسی دادن به اونها است و داد و گرفت و اینها که طلب میکند و بیاید در تاجیکستان این کنند، این هم یک اشتباه هم هست ولی یک راه هم هست، یک راه هم هست. اما در اینجا بیشتر که حالا خودی طالب ها نیاز دارن، خودی طالب ها نیاز دارن حالا آهسته آهسته اشتباهات خودشان رو فهمیدن. این میلیاردها دلاری که از دیگر کشورها همچون کمک به بودجه افغانستان میریخت و این مردم از حساب این بودجه های کمک های خارجی زندگی میکرد، اونقدر گردش های مالی که خارجی ها وارد افغانستان میکردن از این حساب چرخه بودجه افغانستان میچرخید. حالا طالب ها رو به مشکلات اقتصادی میارن، وقتی که مردم گرسنه ماند دیگر از طالب بیزار بشود، میگه چیکار کنم این حکومت را که برای من امکانی نان آوردن ندارد، جای کار فراهم آوردن ندارد. وقتی که مردم گرسنه ماند به هر کار رفتنش ممکن است و در جامعه حرج و مرج هم زیاد میشود، دزدی و مشکلات های اقتصادی دیگر جنایت ها رو به میان میارد در جامعه. وقتی که رئیس جمهوری تاجیکستان این طلب کردگی است، این طلب اون نیست، این طلب دیگر طرف است که میخواهد همچون تاجیکیت تاجیکستان را
استفاده برند و آنها را در پشتیبانی برای تشکیل یک حکومت همشمول دعوت کنند. این طلبی که امروز رئیس جمهور دعوت دارد این طلب خودش نیست. بعضی بسیار بازی هایی که هستند در پشت، این بازی ها به منفعت تاجیک ها نیست، به منفعت مردم تاجیک هایی که در افغانستان هستند نیست. رئیس جمهور آن ملت دوست نیست، تاجیک دوست نیست، چون از روز آمدنش از همه ده بیشتر شاید که در همین تاریخ تاجیکان، در تاریخ تاجیکان رحمانوف ملت تاجیک کشته باشد و رحمانوف ملت تاجیک تا همین حد پایان آورده باشد. اگر از نگاه ملت دوستی و منفعت های ملی نگاه کنیم، برای رحمانوف فرق ندارد، برای رحمانوف انتظام مهم. ولی در پشت این پیشنهادات، در پشت این دعوت ها، در پشت این همه دیگر کشورها ایستادگی است، نه رحمانوف. رحمانوف غیر از شعار دادن از همین یگام کار برای پنشر کردگی نیست. آن شاید اگر کمک های هم که شدگی باشند نه جانبی تاجیکستان است، دیگر کشورها هستند که از طریق تاجیکستان شاید کرده ایستاده باشند، اما تاجیکستان نیست در اینجا. بله تشکر. حالا عبدالله، من طبق گفته های خودتان من به شما نیز یک سوال دارم. حالا از واتساپ زنگ زده ایستادن، بعد از آن بخ را قبول میکنیم. حالا زنگ واتساپ رو قبول کنیم. الو. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب است. کمتر بلندتر گپ میزنید خوب میشه. ما مسئله را از طرف افغانستان به خود تاجیکستان میگذرانیم. اما یک سوال دارم به آیت الله و اکای شرف‌الدین. حکومت جمهوری تاجیکستان ای سالی که همین اتحاد اقتصادی اوراسیا تشکیل شدگی است تا به امروز بیان میکند که ما باید برد و باخت‌های آنه که به جمهوری تاجیکستان چه ضرر می‌دهد چه فایده می‌دهد باید ما این را آموزیم. سبب چیست که حکومت جمهوری تاجیکستان تا امروز همین مسئله را بود کردگی نیست و تمامی از روی همین آموختن این تمام مهاجران، تمام شخصیت‌هایی که در خارج کشور تاجیکستان کار و فعالیت میکنند سرگردان هستند. همین از خود آیت الله و استاد شرف‌الدین گدایف سبباش میخوام پرسیم. حالا آیت الله نیستن. آیت الله اگر همینجا ما را شنیده ایستاده باشید، به شما سوال پیدا شد، میتوانید وارد شوید و به سوال جواب دهید. وارد دیگه گپ نشده. و شرف‌الدین بفرمایید، حالا به شما سوال شد. ما در همین سوال چندین بار جواب دادگی بودیم که مسئله تنها زیر خطر قرار گرفتن منفعت‌های خانواده میگردد، چون 80% اقتصاد کشور در دست خانواده رحمانوف است و در وارد شدن به این اتحادیه و این مونوپولیا و سیستم مونوپولی که در تاجیکستان ساخته شده است این شکسته می شود و خانواده رئیس جمهور نمی توانند به طوری حالا که پیش برده ایستادن بیزنس به این طور دیگر تجارت خود پیش برند و یک لینچه آرد از در ازبکستان است 50 سوم است در اینجا آورده 300 سوم فروشند. یعنی به این کار دیگر امکانیت فراهم آورده نمیشد برای خانواده رئیس جمهور. به این خاطر است که آنها این را همچون یک مرز خود را همچون یک درآمد نگاه می‌دارند و همچون یک مونوپولی که در این تاجیکستان در منطقه تاجیکستان می‌شود، این همچون یک درآمدی مفت برای خانواده است. به این خاطر در اینجا صرف منفعت‌های خانواده و تجارت‌های خانواده زیر خطر قرار می‌گیرند. به این خاطر آنها منفعت‌دار نیستند که واردی شود. البته برای مهاجران، برای آینده تاجیکستان خوب است، امکانیت‌های فراهم می‌آورد و در اینجا اگر باز هم سیاستمداران خوب باشند، ورزیده باشند که از این وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا خوب و ثمرناک سری وقت استفاده برند و هر وقت دیدن که اتحاد اقتصادی اوراسیا برایشان خطرآور و ضررآور میباشد، راههای بیرون رفتنش هم زود چاره‌اندیشی کنند بیرون روند. خوب تشکر. حالا بخ را وارد میکنیم. نوبت بخ است و سوال من عبدالله به شما این است که تا سخن گفتن بخ به سوال من آمادگی میدید. من از شما پرسیدنی هستم که عبدالله
فکر نمی کنید که در میز مذاکره جبهه مقاومت با طالبان جانب جبهه مقاومت با آنچه که طالبان میخواهند بسازند به همون جبهه مقاومت راضی کرده می شود؟ به همین سوال من از شما میخواستم جواب بگیرم. حالا سخن را به بخمیدیم، بعد از آن انشالله فکر شما را میخواهیم بفهمیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا شوکت اگر همی رحمانов بخواه که پشتی تاجیکای افغانستان بگیره، طالبا را گپ زنه، وقتی که گپش نگذشت سویتاشون ببرن، چی و سویت دادگه طالبا دا؟ همین قدر گفتنی بودید برادر عزیز؟ نه همین قدر گفتنی هستیم که سویت دادگه سویت چا ببرن. هم حالا حتما بعد همین عبدالله دایا چی گفتنیم، عبدالله چند هزار آدم ترا دشنا میکنه، میتونی که دیگه یگان جهاد نگردی جهاد. مالش برادر باخه همین برادر و پیشنهاد منطقی کردگان، سخنشون منطقا درست است که اگر که پشتیبانی از نیروهای بله مقاومت میکنید، باید برقشون را قطع کنید، راههای автомобилгар قطع کنید، دودگیری تمام کنید. بله این پیشنهاد ما بسیار. عبدالله بفرمایید، بعد از اون من به سوال باخه جواب میدم ان شاء الله. خب ان شاء الله. البته اگر که خیلی که برادر شرافیدین گفت، خیلی که آیت الله ذکر کرد، تاجیکستان دولت سوم درجه است. البته که همون اون چیزی که پوتین گفته بود، باید که طالبان اون چیزی که از طالبان طلب کرده شد یا که وعده کردن باید که این چیز اجرا کنن. البته همون چند نفرایی که هستند که میخواهند که بالای حکومت بیایند و اونها میز میدهند و همون معمایی که هست تمام میشود و اونهایی که کشته شدن در تاریخ همچون کشته شده میمانند تمام. فقط که امروز هر دو طرف، یک طرف میخواد، اگر که یک نقطه را ذکر کردن میخوام که این چیزی ضرور است، مسئله امروزه لیبیا، اگر که همین تاریخ انسان سیاست مدار اگر باشه میدوند که تا مردن معمر قذافی لیبیا در زیر تصرف انگلیس بود، لیکن بعد مردن امروز دو دولت است، یک نفرش مثال خفتر، دیگرش بخش، هر دوش یکتش از آن امریکا است، یکتش از آن انگلیس. از حسابی که به یک نقطه نظر آمده نرسیدن، امروز در اونجا قریب که به نزدیکی 10 سال می شود تنجی آرامی نیست. البته که اگر که دو دولتی همین بزرگ به یک نقطه نظر آمده رسند، این معما حل می شود، هم در افغانستان من فکر می کنم، هم در همون دولت ها. امروز آن چیزی که در بین دولت های مسلمان ها، بین مسلمان این جنگ است، این خواستی دولت هایی که ابرقدرت و منفعت خودشان را در اون منطقه ها دارند، این منفعت ها سبب شده است که مسلمان را میکشد. از برای همین فکر میکنم که اگر که منفعت هاشان روبرو شود، این معما تمام می شود و همون آوازی بلند کنی ملت کشی و مردم کشی هم این چیز هم از بین می رود. بله تشکر. حالا به سوال باخه من میخوام جواب بدم. ببینید شاید بهادر باشه، یک نام درست تاجیکی میماند، هرچند مستعار باشد هم خوب میشد. ببینید برادر عزیز، بعد از آنکه طالبان به سر قدرت آمدند، تاجیکستان انتقال قوه برق به افغانستان را دوچند کرد، یعنی 2 برابر کرد. از آنکه به حکومت اشرف غنی میداد 2 برابر بیشتر به طالبان کرد. و این نشانه چی است؟ این نشانه مناسبت تجارتی را، سطح مناسبت تجارتی را بالا کرد، بیشتر کردن، بهتر کردن، خوب کردن. یعنی بعد از آن که حکومت طالبان به سر قدرت آمدن، مناسبت تجارتی تاجیکستان با افغانستان یعنی خوب شده است، یعنی بیشتر شده است مناسبت تجارتی. و از گفته های راننده های همون ماشین های باربری که به افغانستان رفت آمد دارند، فهمیده می شود که حتی رفت آمد ماشین های باربر به افغانستان هم بد نشده است، برعکس خوب شده است، برعکس مناسبات با آنها خوب شده است و هکذا ها. این نشانگری چی است؟ این نشانگری آن است که
حالا ظاهرا حکومت امام علی رحمان در دیگر گپ ها هست و واقعا حکومت امام علی رحمان مناسبتش با حکومت طالبان دیگر است. چیزی دیگر رو ببینید، امرالله صالح با مثلا گریم سمالیات نویدیم که یگان چیهای هواپیمایی به چشم ناعیان می بکیم چی باشد نباشد پیش از نشست سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه خودش را آورده رساند. طبق خبرگزاری سپوتنیک به امرالله صالح آورده رساند. امرالله صالح خودش را حالا اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری افغانستان میداند. ببینید، و سفیر افغانستان در تاجیکستان هم خودش را فرمانبردار امرالله صالح میداند. نقض دقت دهید، افغانستان باشد ناظری، یعنی عضو ناظری سازمان همکاری شانگهای است و حق 100% اشتراک در نشست سازمان همکاری شانگهای را داشت، همچون اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قانونی حکومت افغانستان. وقتی که به امرالله صالح حق داده نشد که همچون کشور ناظر بس به نشست سازمان همکاری شانگهای اشتراک کند، این نشانگر آن است که امرالله صالح را یعنی همچون اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور نمیشناسد و اینه که سفیر افغانستان در تاجیکستان را همچون یک فشنگ به طالبان نگاه داشته ایستاده است و از امرالله صالح دیده تاجیکستان یعنی مناسبتش را با حکومت افغانستان خیلی خوب، با حکومت امروزه افغانستان یعنی با طالبان خیلی خوب به راه مانده است و همچون رئیس کننده نشستی سازمان همکاری شانگهای می توانست در این باره این را هم به آواز ماند که امرالله صالح همچون ناظر افغانستان اشتراک کند یا نکند، اما این به آواز مانده نشد و همه کشورها گپ خودشان را گفتند و کشور افغانستان همچون ناظر در سازمان همکاری شانگهای شرکت نکرد. این نشانگری آن است که حالا حکومت طالبان حکومت خودشان را رسما نساختند، اینگرویت نشده است، یعنی همون قسمیت کنی حکومت افغانستان حالا صورت نگرفته است، به همین خاطر از افغانستان نماینده دعوت نشد. همین هم نشانگری آن است که از این امرالله صالح دیده که از پنشیر آمد میگویند حکومت طالبان را خوبترین تصمیم حکومت طالبان را نگاه کرده ایستادند. از این دعواهای امرالله صالح دیده تصمیم‌های انتظاری تصمیم‌های طالبان بیشتر هستند. در این حالت دانسته می شود تاجیکستان، حکومت تاجیکستان با رهبریت امام علی رحمان بیشتر حالا گفت شنودهای غیر رسمیشان با طالبان ادامه دارد. حالا شده ایستاده است، رفته ایستاده است. سفارت تاجیکستان در افغانستان فعال است، حتما با طالبان کار کرده ایستاده است. سفارت تاجیکستان در افغانستان فعال است، با کی کار کرده ایستاده است؟ با طالبان کار کرده ایستاده است. این است که یعنی تاجیکستان امام علی رحمانی دعوایی که میکند برای محضر عام است، یعنی عام را از خودش راضی کردن، خرسند کردن و قهرمان تراشتن میخواهد از خودش، لیکن این چیز خیلی روشن است، این چیز رو پنهان کرده نمیتونه. حالا یک زنگ از واتساپ است، بعد از آن ولف است او رو قبول میکنیم. واتساپ. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امروز ما نباید که مثلا گوییم که تاجیکستان یا که مثلا درباره روسیه گپ زنیم، زیرا که مسئولیت اساسی رو بر سر طالبان امریکا مونده است و امریکا گفته است که و خود ما هم میدونیم که تمام ریشه های مثلا حرکت طالبین از پاکستان آغاز می‌یابد. برای چی ما نباید گپ زنیم؟ و به همین خاطر من گفتنی هستم که
سیاستی که مثلا امروز طالبان در افغانستان دارن، این سیاست از طرف پاکستان، یعنی که با کلی تحت نظارت است. با چه دلیل؟ من همین چیزا رو گفتنی هستم و خود شما میدونید که مثلا آمریکا گفتید، حالا شما یکی آمریکا گفتید یکی پاکستان گفتید، کدومش قبول کنید؟ اساسی این همه مثلا حرکت طالبان این از طرف امریکا ساخته شده است، پیاده ساخته شده است، مبارزه برزی شوروی. اما این امروز طالبان از این سوء استفاده کردن زیرا که آنها توانستند در همون جبهه های طالبان مثلا سیاست دیگر را رواج کنند و این سیاست باعث آن گشت که با افغانستان داخل شوند و امروز تمام مثلا مشکلاتی که امروز سیاست افغانستان دارد از روی همین طالبان است. زیرا که ما در اول خودم میدونیم که تا چی درجه آنها کارهای مثلا ناجور کردن، یعنی که مثلا تبر زدن به ریشه های خود، یعنی که تاریخ خود خواستن نابود کنن. مثلا چه خیلی؟ مثلا با اون برادر عزیز، من مثلا ترکاندن مثلا بودهای بامیان یک دقیقه برادر عزیز و کشتارهای حالا صبر کنید برادر عزیز، خواهش میکنم. در این گونه برآمدها برادران عزیز بیایید کمتر با دلیلتر صحبت کنیم. وقتی که گفتیم که آنها تبر به ریشه های خود زدند، این یعنی کدام ریشه چگونه زدن اینها مطرح شوند. وقتی که گفتیم که آنها این ریشه های خود ما مثال میگیریم مطرح‌تر باشد تا اینکه مردم بداند که ما چی را در نظر داریم. خب من همین از اول آنها شروع کردن با نابود کردن آثار تاریخی خود. من مثال زدم با بودهای بامیان را نابود کردن. بله. بعد دیگر یک خشونتی که مثلا بسیار گوییم که عمومی جهانی بود، این مثلا آمدن سری پرزیدنت اون وقت افغانستان نجیب الله آن را مثلا از سازمان ملل متحد بیرون کردن و آن را آویختن. همین خیلی است و این باعث آن گشت که نظر امروز جامعه آنها مثلا منفی بود از همون وقت. اما امروز آمدن یعنی که همون گرگانی که مثال جامعه خود رو عوض کردن، اما حالی نامعلوم است که این چی سیاست میشه در افغانستان، ولی نامعلوم است. اما برادر عزیز بسیار خوب، تشکر به شما. با ایده از گفته های شما واقعا من هم موافق هستم. بله تشکر به شما برادر عزیز. حالا والف گپ زنید. والف. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خب برادر، ما همین شما را نفهمیدیم. شما دو برنامه پیش شما را گوش کنیم. شما چی کردید؟ امام علی را عیبدار کردید که یگان گپ نگفت از طرفداری تاجیکان. من با همون برنامه شما را در آمدم، از شما سوال کردم چی باید میکرد امام علی. شما گفتید که یگان پوبلیشن زیولین هم نکرد که پشتیبانی همه مردم تاجیکان را بکنه. همین روز که امام علی همین زیولین پوبلیشن زیولین که کرد، شما با مخالف برآمدید، با گفتید که تاجیکستان به نفع خود زده، با همین کار کرده. شما میگید که امام علی رحمان میگید که 46% نسلین افغانستان تاجیکا هستند. با میگید که امو چی پرمیر منیستر پاکستان میگد که 75%ش پیچه هسته، پشتو هسته. شما طرفدار امو گپای پاکستان میشوید، لیکن این گپا را چی نمیکنید؟ خطیه شما خودتون دلیل ندارید. با شما میگید که طالبان به مسعود تکلیف کردن که بیاد پرگوار کنید، او نکرد. لیکن ما در بسیار نوستی نگاه کردم که امو بچه مسعود بسیار تکلیف کرد با پرگوار، لیکن طالبان طرف او را نگرفتن. شما با طرفدار طالبان هستید، با امو طرف میگیرید. همه روز که گنوسید مردم تاجیک کردیستند، کشتیستند، از خانه‌شان بیرون کردیستند، شما طرفدار طالبان هستید. از این معلوم میشود که شما
خود شما دشمن ملت تاجیک هستید، بعد با شما شرم نکرده اینجا برومدگی تو با از مردم تاجیک تکلیف میکنید که شما را پدیشکه کنند. شما باوری دارید به خود شما را بعد همین زیرلینو شما را یگان کس پدیشکه میکنه. فرق مردم ما خودم از پومیر هستم، فرق ما در این است که ما یگان بار برادر خودمونه به یگان کس نمیتیم، برای کیسه خودمون به نفعت خودمون نمیتیم. شما گفتید که تاجیکستان یک لختک در دست روسیه است و در دست چین است. امروز تاجیکستان نشان داد که او صاحب استقلال است، اون نیست لختک در دست روسیه و در دست چین. خطی تاجیکستان از چین و روسیه بسیار وابستگی دارد، لیکن تاجیکستان از مردم از همون تاجیکای خود رو نگردان. من شما را نفهمیدم پذیرت شما را. تشکر به شما برادر عزیز. نسیم دولتوف وارد شدند. نسیم دولتوف گپ بزنید. بله برادر، بله. سلام علیکم اکای شوکت جان. و علیکم السلام. با مو برادر که نو درباره همین رحمانوف گپ زد. سال 2012 با فکرم مردمی بدخشان کم از یاد برآوردن که رحمانوف چی بلا به سرشون آورد و امروز دارن باز از همون ظالم قاتل دفاع میکنن. این زایولینی که رحمانوف کرد یک شیطانیزاسی است، یگان زایولینی نبود. خب به همه معلوم شد که در رادیو آزادی نشان دادن شرکت فراز، شرکت داماد رحمانوف با طالبان 1400 تانه یعنی نفت فروخت. خب همین است مگر زایولینی رحمانوف؟ 1400 تانه با تروریستان نفت فروخت، بنزین و سلیار کرد. در حالی که تاجیکستان محصولات نفتی خیلی کمیافت شده است. بله از بنزین 10 سامان، گازش نمیدونم 8.5 سامان شدگیه با طالبان میفروشن بنزین سلیار کرده. هیچ خیلی زایولینیه. جو بایدن از زایولینیش تماشا کردی برادر بدخشانی؟ اگر من نمیشنوی گفت که اگر همون عملیات امریکا در فرودگاه تاجیکستان من بکند و بگوید که هر کسی به امریکا میرود بیاین میبریمش، تاجیکا به مثل همو افغانا در همو با چرخهای همو عملیات میچسبند که به امریکا بگریزن بروند از دست رحمانوف. انا ایران میگن که زایولینی و 100% حقیقت داره همین گپ بایدن. اگر همین روز یک عملیات امریکایی در تاجیکستان من کند و بگوید که کسی میرود میبریمش، و خدا قسم من باور دارم که همه مثل همون مردم افغانستان میدوند در همون عملیات ها میچسبند که هر چیز زودتر از همین جای بیکاری و ظلم و ستم بریم یک جای آزادی، یک نفسی آزاد بکشیم. این جمعه دارین افسانه تویتون نقل میکنین، چی لازم است که از طرفداری از یک باطل کردن؟ حالا که 99% مردم تاجیکستان چهره اصلی رحمانوف شناختند که رحمانوف کی است و چی گونه انسان است. به همه معلوم است که زمین همو بدخشان زمین شما را فروخت رحمانوف. حتی در شبکه‌های خارجی ما اینو تماشا کردیم، غیر از شبکه‌های تاجیکستان نمیتوانست که یک بار در همون شبکه سفینه شاید دیگرش یک برآمد کنن که خب ما قرضدار شدیم، خب دیگه همین زمین دادیم به خیتای. اما ما از شبکه‌های خارجی اینو فهمیدیم و تماشا کردیم. پس از این فهمیدن میشود که رحمانوف خیانتکار است، خائن ملت است. تشکر زیاد برادر. تشکر به شما. عبدالله، درباره حرفای برادر بدخشانی که گفتن شما چه گفتنی دارید؟ البته که برادر ما دشمن خلق تاجیک نیستیم، برای اینکه ما همون اعضای همون خلق هستیم، فرزند همون خلق هستیم. هر چیزی که میخواهیم از جهانبینی خودمون یا که از همون فکر و تفکری که جریان تفکری که در ما هست از همون ایستاده سخن میگوییم. میخواهیم که نه اینکه در داخل تاجیکستان مردم تاجیکستان خوشبخت زندگی کنند، بلکه میخواهیم که حتی در منطقه هایی که همسایه هم باشد اونها خوشبخت زندگی کنند، نه اینکه فقط تاجیکا. من اصلا این منطقه که یا که این مرزی که بعد سالهای انتخاب وقتی که دولت شوروی آمد این مرزها رو کشید، این مرزها رو اصلا من قبول ندارم. من
کلا به کل مسلمانان من خوشبختی نمیخوام. از همین نقطه نظر من سخن میکنم. البته که سخن ما ممکن به بعضی نفر انسان ها محکوم نشود، لیکن ما نمیخواهیم که یگان نفر یا که یگان انسان یا کشته شود یا که از این ضرر بیند. بلکه در اینجا ما همه وقت در تاریخ دیدیم که فقط فایده که میبیند همون انسان هایی که در بالای حکومت هستند، حکمرانی میکنند، منفعت و فایده رو اونها میبینند، نه اینکه انسان هایی که در زیر همین حکومت زندگی کنند یا که انسان های عادی باشند. البته که بسیاری، نه اینکه برادر همین بدخشانی این سخن گفت، بسیار نفرها میگویند که شما مقابلی تاجیک هستین. نه، البته که ما مقابلی تاجیک هم نیستیم، مقابل خلق ازبک هم نیستیم و دیگر خلق پشتو هم نیستیم. ما مسلمان هستیم، فرزند همون تاجیکستان هستیم، تاجیک هستیم، فرزند فارس هستیم. فقط اون چیزی که میخواهیم به کل مردم همون منطقه یک خوشبختی از غلامی کل مردم همون منطقه آزاد شوند. امروز ظلم فقط در تاجیکستان نیست، بلکه در ازبکستان هم است، در قرقیزستان هم است، در همون افغانستان هم است. در هر منطقه هایی که میبینیم این ظلم هست. باید که ما حرکت کنیم که از این ظلم، از این ظالمات خودمان رو آزاد کنیم. برای همین ما هر فکری که هر برادر یک فکر بیان میکند، باید که همون فکری برادر یا قبول کنیم، اگر که قبول معقول نیست قبول نکنیم، بگیم که این فکری همون انسان است، لیکن از همون از برای همون فکرش باید که اون نفر بد نبینیم. برای آنکه خیلی که میگویند آزادی سخن میگیم، سخن هم آزاد است، هر چیزی که هست همون رو میگوییم به منفعت مردم خودمون. البته مردم مسلمان هم بفرمایید. من حتما بعضی فکرهای خودم رو نسبت گفته این برادر بدخشان میگم، ان شاء الله بعد از عبدالشکور بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من برنامه شما را یک چند مدت شد گوش کردم، تماشا کردم در باره همی برد و باخت تاجیکستان. من اولا که همی امام علی رحمانوف همی هر پیشنهاد کنه راستی باوریم نمیاد، چون که رحمانوف هیچ وقت به منفعت ملت و به منفعت توجیک کار بود کردگی نیست. یگان وقت پیشنهاد داشتم به منفعت این ملت نیست، اگرچه ظاهرا به منفعت اولش به منفعت ملت میشه، ولی بعد صدام خوب باشه که شوکت نه؟ صداتون خوب است. که شوکت صداتون خوب است، بفرمایید برادر. صدام هسته که شوکت؟ صداتون بفرمایید عبدالشکور. چون که از همه اولی که همه رحمانوف هر پیشنهادی کرده است، خلاص که در برای منفعت ملت تاجیک تموم نشده است. مثلا بگیریم پیشنهادی بیاین ما از وقت گفتگوی بین طالبان و دیگر مردم یا که بین پنشیر و طالبان این پیشنهاد کرده است، من فکر نمی کنم که عاقبت همین کار به منفعت مردم پنشیر شود، چرا که این پیشنهادایی که رحمانوف کرده این در عاقبتش به ضرر همین مردم تموم شد. مثلا میگیم در صلحی که در بین تاجیکا و در بین همین تاجیکا یک کشور بدیم، مثلا در بین مخالفان و بین رحمانوف شد، عاقبتش به چی رسید؟ عاقبت همون صلح، عاقبت آمد رحمانوف به منفعت خودش تموم کرد. و این هم همون چیز شده است، همون سیناریا فقط در دیگر دولت شده است و این هم پیشنهادهای رحمانوف اومده است به یک گفته که بله تشکر. یک پیشنهادی در باره همین صحبت هایی که
حالی بعد دیگر مردم خارج شد یا که به پیشنهادی رحمانوف شده، همین معلوم است که در عاقبت همین کار در اول اینکه این پیشنهاد برای رحمانوف دیگر دولت ها کردگی هستند. اون فکر اون اندیشه که داره رحمانوف این عقلش نمیگیره به این گفتگو به این فکر رو. همون وقت هم به رحمانوف دیگر کس پیشنهاد کرد. رحمانوف فقط یک پیشکه بود اومد در همونجا در اومد کرد در می صلح بین توجیکو. حاضر هم این یک پیشکه است، فقط این منفعت های خودش میبیند، چون که از خیتای قرضدار است. این شاید این پیشنهاد خیتای کرده باشد، اگر روسیه کرده باشد میترسد که از کرسیش میموند برای پیشنهاد نکند و برای ملت تاجیک هم همچون یک گویا که این پیشنهاد کرده و دلسوزی به ملت تاجیک کرده. نه، اینجا در معلوم است که این عاقبت این به چیزی میشه که کی بگیم که گارانتی میتیه که بعدی که این مصلحت ها شد و این صلح ها شد، همین وبایی که همین ضررایی که تاجیکستان دید یا مخالفین تاجیک دید از جمله حزب نهضت تاجیکستان دید، همین ضررها را مردم پنشیر نمیبینند. بله. حالا برادر عزیز گرامی عبدالله، یگان گفتنی دارید که نگفته مانده است؟ چون ما همگی 5 دقیقه وقت داریم. میخوام شما فکرتون رو بگید، بعد از شما من جمع بست کنم. اگر که خیلی که برادر عبدالشکور گفتم، اگر که رحمانوف در حقیقت یا که بسیار نفرها رحمانوف جناب عالی و غیر غیر تعریف میکنن، اگر که دلسوز می بود به مردم تاجیکستان، اگر که دلسوز می بود، البته که امروز در پنشیر بسیار نفرها کشته نشدند، لیکن در همون قدر سالی که رحمانوف در حکومت هست، 10,000 در داخل تاجیکستان کشته شد، نابود شد. هر سال کم از 1000 نفر زیادتر، کمش 1000 نفر مرده از داخل روسیه می بیاید. جوانان تاجیک تقریبا 15,000 جوانان تاجیک در زندانهای روسیه در چی میگن سوراخ‌های دراز 15-20 سال زندانی هستند. مهلت‌های طولانی مهلت‌های طولانی به 15-20 سال زندانی هستند. همون جوانها را اگر که روند بینن، همون بسیاری ها نمیدونند که از تقریبا از همین 20 سال سر شده تا 45 ساله همون جوانهایی که باید که به فایده دولت به فایده ملت فایده بیارن، 15,000 کمش 15,000 جوانانی جوان با قوت با قدرت در حبسخانه ها هستند با تهمت ها. بله. البته که یگان محبت یگان غمخواری به این ملت به این مردم مسلمان تاجیکستان در این نفر یا که در همون نفرهایی که امروز در حاکمیت هستند، این چیزها در اون نفرها نیست و دیده هم نخواهد شد تا آن روزی که اینها روبروی مرگ نشوند. برای آنکه یگانه آن چیزی که هست، بسیارتر مال و ملک مردم را دزدند، بسیارتر پول و طلا را در دیگر دولت‌ها ذخیره کنند و آینده فرزندهاشون خوشرو زندگی کنند. همین. البته آن چیزی که ما میگوییم برای منفعت مردم، برای آینده فرزندان خودمون که هم مسئله حمایه وطن، پایگری وطن، همه اون چیزی که از آن در وطن هست باید که از آن ما باشد، از آن فرزندان ما باشد، نه اینکه از آن یک عائله یا که یک چند عائله. تشکر زیاد عبدالله. بسیار خوب، تشکر به شما که در برنامه ما فعال بودید و امیدوارم که در برنامه‌های آینده ما نیز همین خیلی فعال خواهید شد. تشکر زیاد به اشتراکتان در برنامه برادر عزیز. حالا یک زنگ را از واتساپ قبول میکنیم و با همین بعضی از خلاصه های خود را من میگویم و برنامه رو به اتمام میرسونیم. حالا زنگ از واتساپ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکاسازه تنجی. شکر خدا، بفرمایید. خب اگر ممکن باشه ما 4 دهان گپ زنیم. بفرمایید. شما همین درکه در همین یوتیوب
یک 4 5 6 7 نفر شما میبروید همینجا مقابل حکومت گپ میزنید با طریق ویدیو ابراشنی با طریق همین وقت چیزا. سبب در چیه که شما مدت چندها سالهای طولانی در تاجیکستان بوده، برای شما یگان ظلم و ستم نبود، برای شما تاجیکستان تنجی آرام بود. وقتی که شما پراکنده ای تاجیکستان شده و تاجیکستان برای شما یک وطنی چقدر که شما گپ میزنید کراچی همخیلی شد. حاضر ظلمی که حکومت تاجیکستان بالای مردم زیادتر آورده ایستاده است سبب شمایه. همین شما سببگار هستی که مقصد مردم ویر بود میکنه. این محل بعد حکومت خودش یک دیستانسیا میگیره، مجبور بشه که پیشیره همه کار و جنایتکاری بگیره. برای که شما مردم به حق ایره بیره کرده شده، به حق پسیخلق مردم ویرون کرده بروارده شده که انقلاب کن، رویخی کن، رحمان فیخل دیگر 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 دیگر. همین سبب شما میشود که حتی در مسجد ها مردم بشینن ایروی ویدیوهای شما افزودن میکنن، محکم شوی مسجد ای همین حساب های مردم تیر ترور کردن همین حساب های کمیته امنیت سخت قپیدن مردم برده به هر جنایت محبوس کردن. سببش خود شمایه. از شما یک 10 نفری که در همین یوتیوب هسته همچون یک ابیشنی بلاگی هسته کار میکنه همین خیل شما ویدیو ابراشنی میکنه پادپیستیک لایک پلاس موتور سوم نخاله شما آماده است دای شما فکر که مردم وابشه افسر نمیکنه که مقصد مردم کی در قدم حالتای کی بیخت تماشا میکنه کی در برای چی میقپن اگیجون برای محکمه میکنن تو خود در سرپناهندگی سیاسی شما همتون در خارجه شما تنج آرامه دیگه نمیکنه که یک جوان یا شکی مقصد یک کودک 18 ساله میبره قشمو گام میزنه پدر مادر او را برده عذاب میکنن شایسته برده محکمه میکنن. شما این فکر را وابشه نمیکنه. برای شما فقط بگای ببرون سیویاس کنم گپ زنم مردم خطین جمع شود خطین گپ زنن. حالی که او جوانایی که خطی شما میبروین گپ میزنن بعد برآمدن از اینجا گردن چقدر ظلم و اذیت دارن شما این فکر را وابشه نمیکنه. وابشه برای شما هیچ باید ترانسموتر لایک برادر بسیار گپاتون تکرار شده ایستاده است. به فکر ملکه گپاتون تمام شدگی است. گشته گپ رو تکرار کرده ایستادید. خواهش میکنم بکنید به من نوبت دید گپاتون تکرار شد بسیارش. تشکر زیاد به شما که هرچند مغایر نظری ما نظرتان است و هرچند اینجا چند عیب و نقصان را با بالای گردن ما بار کردید از اینکه ابراز نظر کردید به شما تشکر میکنم و این نظر شما به نظر یک برادر بدخشانی که اینجا صحبت کردند بسیار راست می آید و هر دوتان قریب که هم فکر هستید. برادر عزیز هرچند هم فکر هستید من گمان نمی کنم که شما از کجای یک خیل رولیت می شوید یک خیل اداره می شوید و یک خیل گپ میزنیدتون. من فکر می کنم که شما آزادانه گپ زدید و این فکر آزاد شما و این فکر روشن شما و این فکر شخصی مستقل شما بود. من به این باور دارم و حق دارید که چنین فکر کنید. اما برادر عزیز ببینید حالا همه جان ما مثل یک لخشه در دستمان ایستاده است، دستمان را سوزانده ایستاده است و این لخشه رو پاتیم جانمان هم از بین رفت، حیثیتمون هم از بین رفت، خودمون هم از بین رفتیم و حالا همینجا نشسته صحبت کرده ایستاده ایم. بعد از 1 دقیقه به ما چه حادثه روی میدهد هیچ کس کفالتش را ندارد. هیچ کس یگان نفر کفالتش را ندارد. برادر عزیز خوش میکنم نوار رو درست کنید. و برادر عزیز گرامی هر 1 دقیقه ما مرگ خود را انتظار میشویم در همین فعالیت ها. شما گفته ایستادید شما پناهنده سیاسی گرفتگی هستید، شما تنج هستید، آرام هستید، مردم را به این دعوت کرده شدید خودتون تنج هستید. این گپتون نادرست است برادر عزیز. ما را شب و روز به پاره کردن، به تیکه تیکه کردن، به کشته پرتافتن و هاکزاها حالا میروند نشانیمان را میدونن، آدرسمون در کجا میدونن، به همه همین چیز تهدید میکنن شب و روز که حالا در عمرتون شما این تهدیدها را نشنیده اید. اما اینکه گفتید که در تاجیکستان شما حالا اکنون مقابل حکومت گپ میزنید، در تاجیکستان ظلم ستم نمیدیدید و در تاجیکستان با تنجی امانی زندگی میکردید، این گپتان دروغ است، ناسنجیده است برادر عزیز. در تاجیکستان هم ما ظلم ستم میدیدیم. 1 روز 2 روز 3 روز به خاطر آزادی سخن، به خاطر
چند حرفی که اندیشه دیگر داشتیم، فکر دیگر داشتیم، به این گونه سیاست راضی نبودیم، به ظلم و به ستم، به بی‌پروایی، به کارناشایمی حکومت راضی نبودیم. یک روز دو روز سه روز پشت پنجره بازداشتگاه شبانمان روز میشد و 10 ساعت 12 ساعت در حالت بازپرسی قرار می گرفتیم. از خانه‌مان کتاب دفترمان رو پشتوانه کرده خودمان گرفته می رفتیم به امنیت. همراهی مادرمان گرفته می بردن. حالا که من در 20 سالگی از پدر محروم شدگی هستم، با همراه که خدا رحمتشان کند امکیم گرفته می بردن به اداره های امنیت. امکیم را تهدید میکردن، مادرم را تهدید میکردن، خودم را میزدن، میکفتند. یادم نمیره از سال 2003 همون شبیه که هم فرزنددار میشدم از بیمارخانه، از تولدخانه فرزنددار شوی را انتظار هستم، گرفتند بردند یک شبانه روز مرا لطکوب کردند. به خاطر دینداریم، به خاطر آزادی سخن، به خاطر بعضی از فکرهایم را گفتنم. این خیلی که شما فکر میکنید ما در تاجیکستان در امانی آسایشتگی بودیم، حالا گپ نمیزدیم، اکنون آمده جای آسایشته را یافته گپ میزنیم. این فکرتون نادرست است. ظلم ستم برادر عزیز، ظلم ستم را به خاطر دیگران را ظلم ستم نمیکنند. ظالم همه جا ظالم است برادر عزیز. وقتی که حالا شما خودتان اقرار کرده ایستادید که نفران بیگناه را، نفرانی که گناه نکردند، به خاطر ما شده اون نفران را، پدر و مادرشان را، خویش اقربایشان را، یا که پدر و مادر ما را که گناه ندارند به خاطر حرفهای ما آنها را شکنجه میکنند، تعذیق میبرند، فشار میبرند، بعضیشان را پشت پنجره زندان میکنند و ها. خودتان اقرار شده ایستادید که نفران بیگناه از دست اینها ظلم میبیند. خودتان گفته ایستادید برادر عزیز. در یک حکومت قانونمند، در یک کشور حقوق بنیاد، نفر بیگناه را به خاطر نفر دیگر فشار نمیبرند، شکنجه نمیکنند، پشت پنجره زندان نمیکنند. هر یک نفر در یک کشور حقوق بنیاد به جرم خودش جواب میدهد که سن سالش به بلاغت رسیده است، از 18 ساله بالا شده است و خودش مسئولیتش در پیش خودش است. هیچ کس از بالای کسی دیگر جوابگو نیست در یک کشور حقوق بنیاد از روی قانون هم. وقتی که این پرینسیپ قانونی ویران می شود، این پرینسیپ قانونی را کی ویران کرد؟ به گفته شما حکومت ویران کرد. این حکومت قانون شکن است، این حکومت جنایتکار است، این حکومت ضد مردمی است، این حکومت ضد قانونی است و قانون را پایمال کرده است. باید به استعفا برود و یک نفران به میان بیایند که قانونمندی را تامین کنند. سلامت باشید برادر عزیز. اونه که شما گفتید که برادر بدخشانی، شما گفتید که نظر فکر شما طالبانی است. شما اشتباه میکنید. شما اشتباه میکنید برادر عزیز. اگر نظر فکری من طالبانی می بود، من دعوت میکردم که به این فکرهای سیاسی، به این گفتگوهای سیاسی، به این اندیشه های سیاسی، به این برآمدهای آسایشته هیچ کار از دست ما نمیباید. باید رویم تیر توپ و تفنگ گیریم مثل طالبان به سر قدرت اومدن ما میبوییم. ما این گونه دعوت میکردیم. اما ما با باور طالبان نیستیم. ما به این اندیشه ایم که حالا هم عقل سالم غلبه میکند. بدون یکدیگر کشی، بدون به سوی یکدیگر تیرخواری کردن، بدون به سوی یکدیگر چشمالا کردن، با خشونت نگاه کردن، ما میتوانیم همدیگر را با گفت و شنیدها اصلاح کنیم. ما میتوانیم جامعه را با گفت و شنیدها بیدار کنیم و ما میتوانیم حکومت خطاکار را، یا اینکه باور کنونیم که خطا کرده ایستاده است، اگر نتوانستیم به مردم مراجعت میکنیم، به ملت مراجعت میکنیم تا اینکه برای از بین بردن حکومت قانون شکن، ضد کنستیتوسیونی، حکومتی که قانون را پایمال کرده است، حکومتی که پایبند قانون نیست، حکومت را میخواهد غصب کند، ما میخواهیم که ملت به ما کمک کند و کشور را از غصب یک توده معین نجات بدهیم. ما حتما به این باور هستیم. این باور را داشتن طالبانی بودن نیست برادر عزیز. برای همین بین طالبان و بین ما
از زمین تا آسمان 1000 فرسخ از زمین تا آسمان فرق است. ما به این باوریم که بدون عراق به دست گرفتن با دعوت آسایشته، با فعالیت آسایشته میتوان کاری کرد که و باوری کامل داریم که این کار شدنی است و نتیجه هایش را هم دیده ایستادیم. یک روز بر وقت نه، یک روز دیرتر. امروز طالبان به این حالت آمده رسیدن، حکومتشان را گرفتن، الله سر کلابهشان گم گجا کی را باور کنندانشان را نمیدانند. اما ما دیرتر میبینیم انشاءالله این امید را داریم، لیکن با وجود این که باوری ملت را به دست میبریم، باوری جامعه جهانی را هم انشاءالله به دست آورده با سر بلند به کشور میاییم و آن روز شما حتما تشکر میکنید که تشکر شما را خواهیم شنید و تشکر تمام ملت را خواهیم شنید. سلامت و سربلند و پیروز باشید هم ملتان عزیز. با شما بودم شوکت محمد در برنامه فردای تاجیکستان با امید گل شکوفایی تاجیکستان و فردای نیک تاجیکستان. یکایک شما را به الله پاک میسپارم. سلامت و سربلند و پیروز باشید.